خانم ها، آقایان، دوستان و رفقای گرامی، خوش آمدید. از جانب برگزار کنندگان این همایش از حضور شما در اینجا سپاسگزاریم. خانم ها، آقایان، هم میهنان گرامی، ضمن سلام سازمان اتحاد فداییان خلق ایران حضور شما را در این همایش همبستگی خیر مقدم گفته و از همه شما به ویژه هم میهنان گرامی که در این جمع میهمانان گرامی که در این جمع حضور به هم رساندند سپاسگزاری نمایم. جمع حاضر حاصل سالها تلاش بیوقفه و خستگی ناپذیر برای همگرایی و نزدیکی نیروهای جمهوری‌خواه دموکرات می باشد. این گام نخستین را خجسته می داریم و در اینجا پیمان می بندیم که تمامی تلاش‌های خود را در جهت گسترش و استحکام همبستگی به کار گیریم. زنده باد همبستگی خلق‌های ایران. میوانە بەڕێزەکان، نوێنەری هێزە سیاسیەکان، خوشک و برایانی خۆشەویست، من بە ناوی حیزبی دموکراتی کوردستانەوە هەموو لایەکتان بەخێراتن دەکەم و خۆشحاڵم کە لە ریزی شۆڕەجێران ئەحزابی سیاسی لەو یەکگرتنەدا بە هیوای سەرکەوتنی هەموو نەتەوەکانی ئێران کە بتوانین لە دوا ڕۆژی ئێراندا ئێرانێکی ئازاد و دموکرات و فیدرال کە هەموو نەتەوەکان بە مافی یەکسانەوە لەم ئێرانەدا بژین. زۆر سپاس. دۆستان و هاوڕێیانی خۆشەویست، نوێنەری حیزب و لایەنە سیاسیەکان، من لەلایەن کۆمەڵەی شۆڕژگەری زەحمەتکێشانی کوردستان ئێران بە خێراتنی هەمووتان دەکەین. خۆشحاڵین کە ئەمڕۆ لەم کۆڕەدا پێکەوە هەموو ئەحزاب و لایەنە سیاسی ئێرانیەکان بۆ بتوانین لە داهاتووە ئێرانێکی ئازاد، دموکراتیک و هەموو ئەو نەتەوانە پێکەوە بە ئازادانە تیای بژین لێرە کۆبوونەتەوە تا بتوانین ڕێگە چارەیەک، ڕێگە حەلێ بۆ داهاتووی ئێران و ئێمەش وەک خەڵکی کورد بتوانین سامێکی هەرچەند کە سامی گەورەمان هەمیشە لە خەباتی ڕزگاری خوازانە و ئازادی خوازانە ئێرانە بۆ بتوانین زیاتر تەئسیراتمان بێ. جارێکی تر سپاسی هەموو لایەک دەکەم، بەخێر بێن، هەر بژین بە ئازادی و سەرفەرازی. سادة الحضور، أيها الأصدقاء، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في هذا الاجتماع. أنا وبنيابة عن حزبنا حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي أشكر حضوركم في هذا المكان لنشهد جميع التعاون الغائم بين هذه التيارات السياسية العشرة. إننا وبقية رفقاتي وأصدقائي في هذا التيار السياسي نأمل أن يستمر هذا التعاون الغائم بيننا بكل قوة وحزم حتى تلتحق ببقية القوى السياسية الأخرى، وذلك من أجل إيجاد إتلاف الأوسع يعمل على إسقاط النظام الإيراني. شكرا. حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي 23 فبراير 2019. Hoş gördük sizləri əzizlər. Hamınız xoş gəlmisiniz. Bugün necə də şadıq ki, belə bir anlamlı ittifaqa qoşulub ölkəmiz İranda azadlıq, demokratiya, federalizm daxilində hər bir alanda bərabər hüquq uğrunda mübarizədə ilk addımı atırıq. İranda azadlıq və bərabərlik ittifaqı deməli olan bu qrupun açılışına və hədəflərinə insancıl olaraq hədəflərinə müvəffəqiyyət umudu ilə Azərbaycan Demokratik Birliyi birlik adına hamınızı ürəkdən salamlayırıq. درود و درهبات گوشم و جهان و بانوکان. من یاسر برجده خان یک چه بلوچ راجع نوکه نسل و پدریچ ورنایا
چواتی دل جولانکیان و چه بلوچستان استمان گل بزان حزب مردم بلوچستانی نیمگا شما یاهگ و بهرزورک مهوربندی پا آزادی و برابری ایران بونگیجی دیوانا و شرط گوشم. بجنیه گپید که جمهوری اسلامی مگوستگین 40 ساله ایرانی مردمانی زندگی آگوتی بیسلکین رهبندان و ایران کتگو ملک و مردمانی هستی دیم پا بیرانید. یه هوربندی جور و بیگ بنیاد مردمانی تپاک و یکجاه کنگو جمهوری اسلامی سرشکون و پرشت و پروش کنگیند تا که نوکین سیستم و نظامی آیی جاها برجم کنگو ایرانی سجعین راجان و استمانی حق و بال سنبالک ببن. میں بلوچی راجا زمانگی گوشتان کی هست که گوشید راجانی تپاکی پادشاهان پر دنبگی گیجینید. امیدند که هوربندی پا آزادی و برابری ما ایران گوتی منتگین رهبندانی کاربندگا مزنین تپاکی چه ایرانی بازین راج و محلوکانی نظارگا به اسلامی جمهوری پروش دیگا سوبین باد تا که هر کس پوتی وطمستری آبسرا سر باد. سلامت باتید. ئەوڕایان خۆشەویستان وەک ئەندامێکی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران بەخێراتنتان دەکەم 5 ساڵە حەول دەدەین ڕێکخراوەیەکدا بمەزرێنین لەسەر باوەڕ بە هاوچارەنووسی نەتەوەکانی ئێران لەسەر باوەڕ بە جمهوریەت لەسەر باوەڕ بە دموکراسی لەسەر باوەڕ بە جیایی دین و دەوڵەت و لەسەر باوەڕ بە مافی نەتەوەکان لەسەر ئەو مەبنایەش هیوادارین کە بتوانین ئەو ڕێکخراوەیە پێ بگرێت و لە شۆڕشدا سەرکەوتوو بێت بڕوخێ کۆماری ئیسلامی. با درود خانم ها و آقایان، نمایندگان احزاب سیاسی حاضر در این همایش، مهمانان و رفقای گرامی، از طرف همه رفقای کومله زحمتکشان صمیمانه به همه شما خوش آمد میگویم. خوش آمدید که این همایش متحدانه را با حضور گرم و پرشور رونق فزونتری بخشیده اید. امروز در اینجا جمع شده ایم تا با هم همایش همبستگی برای آزادی و برابری را در ایران برگزار کنیم و باشد که آغازی برای همبستگی وسیع‌تر توده‌ای مردم ایران برای رسیدن به آزادی و برابری گردد. قدمتان گلباران. با درود بر همه دوستان و رفقای عزیز، خوشبختم از طرف جنبش جمهوریخواهان دموکراتیک ایران امروز از حضور شما در این همایش تشکر کنم. جای خوشبختی بسیار است که نیروهای جمهوریخواه دموکرات بعد از سالها تلاش امروز بر مبنای تفاهمنامه مشترک همکاری خیش را آغاز می‌نمایند. ما جنبش جمهوریخواهان دموکراتیک ایران امیدواریم که از این طریق در جهت رفع پراکندگی طیف جمهوریخواه دموکرات و لاییک برای استقرار جمهوری، دموکراسی، جدایی دولت و دین و فدرالیسم در ایران گامی مؤثر برداریم. با تشکر فراوان، جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لاییک ایران. با سلام به خانم ها و آقایان، خوش آمدید. خوشحالیم که از دعوت ما استقبال کردید و امروز در این همایش شرکت دارید. شورای موقت از آغاز تأسیس همواره کوشیده که بر پراکندگی موجود در طیف اپوزیسیون غلبه پیدا کنه. ما امروز شاهد این هستیم که تلاش‌های ما با همکاری با نیروهای 10 جریان تا کنون موفق شده به این تفاهمنامه دست پیدا کنه و آغاز همکاری جدیدی رو در بین اپوزیسیون به وجود بیاره. ما امیدواریم از این طریق در واقع گام جدیدی رو برداریم برای ایجاد طیف گسترده جمهوریخواهان دموکرات در سطح جامعه و در واقع امکان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی رو برای در جهت استقرار دموکراسی
جمهوری و جدایی دولت و دین در چارچوب ایرانی فدرال برداریم. تشکر از شما. دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه به یاد تمامی جانباختگان راه آزادی، برابری و دموکراسی به پا میخیزیم و 1 دقیقه سکوت میکنیم. درود بفرمایید. بعد از 100 مبارزات پرفراز و نشیب در راه آزادی و عدالت اجتماعی، تأمین حاکمیت مردم، استقرار و نهادینه کردن دموکراسی در کشور و تلاش مستمر برای پیروزی ایرانی آزاد، پیشرفته و مدرن و به دور از هر گونه تبعیض جنسیتی، ملی و مذهبی، کشور ایران همچنان اسیر استبداد و حکومت خودکامه است. مردم از حقوق اساسی خود، از آزادی‌های سیاسی، اجتماعی، صنفی و امنیت قانونی و اجتماعی محروم هستند. تبعیض علیه زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، سیاست رسمی و قانونی جمهوری اسلامی ایران است. دگراندیشان، روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان، اندیشمندان، جوانان و دانشجویان در معرض تهدید و تهاجم دائمی حکومت قرار دارند. کارگران، معلمان، دانشگاهیان و دیگر تولید کنندگان ثروت مادی و معنوی جامعه از حداقل‌های لازم برای زندگی متناسب با شأن و منزلت انسانی و اجتماعی خود برخوردار نیستند و از حق تشکیل سندیکا و تشکل مستقل محرومند. تبعیض و ستم ملی علیه ملیت‌های ساکن ایران با خشن‌ترین شیوه‌ها ادامه دارد. جمهوری اسلامی در ادامه تضییقات گذشته همچنان مطالبات بر حق ملی و قومی را با قهر و خشونت پاسخ می‌دهد. قانون اساسی جمهوری اسلامی و ساختار قدرت در آن بر پایه تبعیض، درآمیزی دین و دولت، دشمنی با آزادی و تجدد بنا شده است. در جمهوری اسلامی مردم از حق حاکمیت بر سرنوشت خود محرومند و حقوق بشر پیوسته و به شکلی خشن نقض می شود. خانم‌ها، آقایان، هم میهنان گرامی، رژیم جمهوری اسلامی ایران در کلیت خود اصلاح پذیر نیست و در چارچوب آن هیچ یک از خواستهای دموکراتیک مردم ایران تحقق پذیر نیست. از این رو سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران و انحلال همه نهادهای قضایی، قانونگذاری و اجرایی این نظام سرکوبگر، اهم از سیاسی، نظامی، امنیتی و الغای قانون اساسی جمهوری اسلامی و دیگر قوانین غیر دموکراتیک، شرط نخست و اصلی در راستای استقرار یک نظام جمهوری مبتنی بر دموکراسی، جدایی دین و دولت و حقوق بشر می باشد. مبارزه علیه جمهوری اسلامی از بد بنیانگذاری آن همواره جریان داشته است. 10,000 نفر از مبارزان راه آزادی و عدالت اجتماعی در طول 40 سال گذشته در پیکار علیه استبداد حاکم جان باختند. درود بر همه آنان.
4 دهه است که مردم به اشکال مختلف نارضایی خود را از وضع موجود اعلام داشته و گاه بدون توجه به سیاست سرکوبگرانه حکومت به شکل میلیونی به خیابانها آمدند تا انزجار خود را از سیاست‌های غیر دموکراتیک و ناعادلانه و تبعیض‌آمیز حکومت اعلام دارند. بازم درود بر آنان. آخرین نمونه آنها جنبش‌های گوناگون طی ماه‌های اخیر و به ویژه خیزش دی ماه گذشته و اعتصابات و اعتراضات اخیر می باشد. در نتیجه این اعتراضات سیمای جمهوری اسلامی در سطح گسترده‌ای افشا شده و این مقاومت‌ها و اعتراضات مردمی به همبستگی ملی و بین المللی برای دستیابی به دموکراسی کمک شایانی نموده است. دوستان، یاران، رفقا، در طول 4 دهه گذشته آزادیخواهان و نیروهای چپ، دموکرات و جمهوریخواه با برنامه و روش‌های متفاوت علیه حکومت جمهوری اسلامی مبارزه کردند. اما تجربه نشان داده است که بدون همکاری و اتحاد عمل این نیروها امکان تاثیرگذاری آنها بر تحولات سیاسی و شکل دهی آلترناتیو جمهوریخواه و دموکرات دشوار خواهد بود. امروز برای پیشرفت جنبش ضرورت همکاری و اتحاد عمل این نیروها بیش از هر زمان دیگری به امری حیاتی تبدیل شده است. ما سازمان‌ها، احزاب امضا کننده تفاهم‌نامه که در بخش‌های بعدی برنامه این همایش به آن اشاره می‌کنیم، با دیدگاه‌های اجتماعی و پیشینی سیاسی متفاوت که بر ضرورت اتحاد وسیع جمهوریخواهان دموکرات برای استقرار دموکراسی در ایران بر مبنای منشور جهانی حقوق بشر و زعامت پیوست آن و ارزش‌هایی چون رواداری، پلورالیسم، جدایی دین و دولت و همزیستی همه طیف‌ها و گرایش‌های سیاسی دموکراتیک پابندیم. ما نیروهایی که در راه تداوم گسترش و تعمیق جنبش اعتراضی مردم ایران که رنگین کمانی از طبقات، گروه‌های اجتماعی و نیروهای سیاسی آزادیخواه جامعه میباشند مبارزه میکنیم. برای مبارزه مدنی و دموکراتیک و مسالمت‌آمیز که خصلت نمای جنبش اعتراضی است تأکید داریم و همکاری‌های مشترکمان را بر مبنای اصول مندرج در تفاهم‌نامه از امروز به بعد تحت نام همبستگی برای آزادی و برابری در ایران انجام می‌دهیم. 4 اسفند 1397 برابر با 23 فوریه 2019.
دوستان عزیز، این لحظه بسیار شادی آفرین و خوشایندیه. من مجددا دعوت می کنم از نمایندگان 10 جریان تشریف بیارن روی سن و با دست دادن این لحظه شیرین رو با همدیگه شادیشو قسمت بکنیم. بفرمایید سن. بزنیم برای نمایندگان این 10 جریان که با زحمت زیاد بالاخره این همبستگی رو تشکیل دادن. به امید همبستگی زیادتر. خسته نباشید. بفرمایید. خسته نباشید. من اجبر به حال خوم همون لین و حزب و کسایت سیاسی کم به خیراتن دکم. مهمانان عزیز خوش آمدید. در ادامه برنامه توسط آقای شاه حسینی و آقای رؤوف کعبی مختصری از تاریخچه شکلگیری همبستگی برای آزادی و برابری در ایران به اطلاع شما میرساند. بفرمایید روی صحنه. آقای رؤوف کعبی بفرمایید. بفرمایید. خب با عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای همبستگی برای آزادی و برابری در ایران، خیلی خوشحالم که مقدمه کوتاه از چگونگی تشکیل این حرکت رو به عرض دوستان برسونم. نیروهای سیاسی و مردمی مرتب در این فکر بودند و هستند که بتونن مبارزه علیه جمهوری اسلامی و هر گونه دیکتاتوری رو با تجمع و همفکری و دست به دست هم دیگر دادن بتونن رژیم‌های دیکتاتور رو سرنگون کنن و یک حکومت دموکرات و مردمی رو جایگزین کنن. این نیروها در عرض سالهای گذشته مرتب با هم نشست داشتند و در این فکر بودند که جبهه‌ای یا آلترناتیو و یا تشکلی رو با هم ایجاد کنند تا بتونن با هم و با استفاده از نیروی همدیگر روبروی این رژیم دیکتاتور بیستند. او به خاطر دارم در سال 2014 اولین حرکت برای ایجاد این 10 جریان در کنگره دوستان اتحاد فدایان جرقه خورد. با توجه به گذشته‌ای که بود، از سال 1994 3 جریان با هم همکاری می‌کردند تحت نام همکاری پایدار برای آزادی و دموکراسی. مدت‌ها با هم نشست داشتند، صحبت می‌کردند و گاهگداری با هم اعلامیه می‌دادند و حرکاتی انجام می‌دادند. بعد این 3 جریان به 5 جریان
ارتقا یافت و این 5 جریان مدتها با هم صحبت کردند. در موقعی که میخواستن با هم پلتفرمی را امضا کنند، روی 2 موضوع اساسی اختلاف به وجود اومد و این 2 موضوع و این 2 مفهوم تنها عاملی هست که تا امروز نتونستن اپوزیسیون ایران روی آن به تفاهم برسن. یکی از این مفاهیم سرنگونی جمهوری اسلامی یا شیوه برخورد با جمهوری اسلامی و دیگری شیوه تأمین حقوق سیاسی و اجتماعی ملیت‌های ایران بود. به همین دلیل در کنگره 11 دوستان اتحاد فدایان قطعنامه‌ای تصویب شد که این 5 جریان به چندین جریان دیگر تماس بگیره و بتونن با هم یک پلتفرم مشترک رو امضا کنن. از این نظر بعد از این پلتفرم، بعد از این قطعنامه، دوستان اتحاد فدایان زحمت کشیدن، دعوتنامه رو برای دوستان دیگه فرستادن و نهایتاً چند جریان که با هم نشستیم، جریانی به علت مخالفت با سرنگونی جمهوری اسلامی نتونست ادامه بده، جریانی به خاطر مخالفت با فدرالیسم نتونست و بقیه که الان در خدمتتون هستیم خوشبختانه این تشکل رو ایجاد کردن. آرزوی موفقیت براشون داریم و امیدواریم حالا که پا گرفتن سرعت حرکتشون هم خیلی خوب باشه. مرسی. همراهانی برای زور بخیر بین. خوش اومدید خانم آقایان، مهمونان بسیار عزیز که ما رو سرفراز کردن. آقای آسواسن زاده از حزب دموکرات کردستان، آقای رضا کعبی از کومله زحمتکشان که زحمت کشیدن از منطقه خودشون رو رسوندن، بسیار خوش اومدید. مهمونان بسیار عزیز، کاغا عزیز معاملی، کاغتا و کاغتا حسینی و خیلی از دوستان دیگه که اگه اسمی میبرم شرمندم ولی سرفراز کردم. فکر میکنم به این تجمع رنگ و بوی دیگری دادند. همونطور که کاکشاها گفتن، به هر حال همکاری و اتحاد نیروهای سیاسی در ایران یک امر ضروره. خواست مردم ماست، اتحاد، مبارزه، پیروزی، شعاریه که قدمت فراوانی داره در جامعه ما. تمامی نیروهای سیاسی مسئول فکر میکنن که میبایست هر کدوم به نحوی و به سهم خود در این راه تلاش بکنن. اون چه که ما رو امروز به اینجا رسان و کاکشاهو شمعی از اون رو خدمت شما عرض کرد، اینه که همه خواستند که شد. درسته یک جریان، 2 جریان بیشتر ممکنه در آغاز تلاش کردند، ولی این ایده، این فکر، این نیت و این خواست یک خواست عمومی بود که به اینجا رسید. اگه این نبود قطعاً با تلاش 1، 2 یا چند جریان محدود هیچ وقت این همایش به این صورت به اینجا نمی رسید. من هم فکر می کنم که مرحله حساسیه، البته کار زیاده، مشکلات زیاده، کار جمعی بسیار بسیار کار مشکلیه، با صبر، با متانت، با تفاهم، با رواداری، با تحمل عقاید همدیگه، با تحمل نظرات مخالف و با دراز کردن دست همکاری به سوی همه مجموعه هایی که به هر شکل و به هر سهمی فکر میکنن در آینده جامعه ایران نقش دارند. ما باید این حرکت رو قوام ببخشیم، به کمک همدیگه، بازو در بازو، شانه به شانه و پشت هم با پشتیبانی همدیگه بتونیم این حرکت رو به هر حال به پیش ببریم. من نمیخوام وقت عزیزتون رو زیاد بگیرم. بسیار بسیار خوشحالم که اینجا هستم. از ثمره کار دوستان و زحماتی که کشیدن، به ویژه برگزار کنندگان این مراسم که زحمت بسیار بسیار زیاد رو تقبل کردن، از شما مجریان عزیز و به ویژه بار دیگه از مهمونان عزیز، امیدواریم که در آینده بتونیم طیف‌های وسیع‌تری رو با خود همراه بکنیم با اون خواستی که خواست جامعه ماست، رسیدن به یک ایران آباد، آزاد، دموکراتیک، متحد و فدرال. زنده باشید.
در این قسمت از برنامه از نمایندگان دهجران دعوت می‌کنیم که تشریف بیارن و چند کلمه صحبت بکنن. در فراخواندن این دوستان ما ترتیب حروف الفبا رو در اسامی سازمان‌ها رعایت کردیم. نماینده اتحاد دموکراتیک آذربایجان برلیگ آقای زیا صدرالاشرافی، بفرمایید. با عرض سلام به خانم‌ها و آقایان گرامی و تشکر از عزیزانی که بانی خیر شدند و این همبستگی برای آزادی و برابری در ایران رو تدارک دیدن. ما چرخ و اختراع نکردیم. آزادی و برابری، دموکراسی بر 3 پایه استواره. آزادی یعنی الان آزادی‌های قانونی در چهارچوب حقوق بشر. برابری در معنای برابری انسانی شهروندان در مقابل قانون، یعنی رفع هر نوع تبعیض جنسیتی، دینی، زبانی، تباری و کاست آخوندی که دادگاه ویژه هم داره. و سکولاریسم یعنی جدایی نهاد دین از نهاد حکومت. من در این مدت 5 دقیقه که در اختیار دارم میخوام در 3 موضوع صحبت کنم. کوتاه به اشاره، به قول حافظ همه اهل اشارتید و بنابراین اشاره کافی است. عزیزان، فدرالیسم یک به اصطلاح تشکل وارداتی برای ایران نیست. چرا؟ من تاریخ ایران رو خوب میدونم، از زمینش میشناسم، یعنی از دهاتش میشناسم. روستاییان فرزندان ایلات و پدران شهرنشینان این کشورند. در تاریخ ایران ما 3 شکل حکومت داشتیم. 1 ملوک توایفی، خانخانی، یا به فارسی بگیم هرکشاهی. هر کس برای خودش شاه بود. اولین شکل حکومتی که عین یونان در ایران در دوره ایلام تشکیل شد و فقط در دوره ایلام 750 سال طول کشیده، هرکشاهی یا خانخانیه. هر شهر یا شهرک خودش یک شاه داشت، برای خودش حکومت میکرد. در دفاع از خارج در 2100 قبل از میلاد که موزش در موزه لوور وجود داره، پوزور ایلامی، 60 دولت شهر رو با هم متحد کرد. خودش هم برای اولین بار شاهنشاه نامید، یعنی هر شاهی مردم خودش رو اداره میکرد، اون شاه ها رو اداره میکرد. شاه شاهان بود، شاه قوم خودش بود و شاه قوم غالب بود. در ایران 2450 سال طول کشیده، یعنی ایلام، هخامنشیه، اشکانیه و آخرینش سلجوقیه. اوج عظمت ایرانه. دوستان کرد به خوبی میدونن، زندیات قاسملو هم در کرد و کردستان نوشته که از زمان بهرامشاه سلجوقی اتابکان کردستان هم تشکیل شد. سیستم اتابکی بود، اتابکان حلب بود، اتابکان روم بود، کرمان بود، آذربایجان بود، کردستان بود، لرستان بود، فارس بود. یک اسمش هم شاهنشاهی، همون ملک شاهیه یا ملکان شاهیه. شاههای دیگر ملک نامیده میشدن. مملکت یک شاه داشت که در واقع شاه ملک ها بود. ملک شاه اسمش حسنه، اسمش ملک شاه نیست، یا ملکان شاه، همون معنای شاهنشاه رو میده. بنابراین سیستم فدرال سنتی همون شاهنشاهی اسمش. و سومین شکل که بیلان خوبی هم نداشته، پادشاهیه. پاد یعنی نگهدارنده. از سلجوقی به بعد پادشاهیه. ساسانیان در مقابل، به قول درست فردوسی، از نظر تسلیحات نه از نظر عقیده و پیشرفت، برهنه سپه بود. برهنه سپاه 30,000 عرب 150,000 ایرانی رو در نهاوند شکست میده. 80,000 نفر رو در قادسیه شکست میده، به دلیل اینکه سیستم جبار به قول ارسطو، یا
به قول مونتسکیو دسپوتیزم اورینتال، استبداد شرقیه. عین همین ساسانیانه، عین همین هم آخرین سلسله است که با داشتن به قول خودش 5مین ارتش دنیا ملت ایران بیرونش کرد، رهبریش آخوند به دست گرفت ولی ملت ایران بود، فراموش نکنیم. بنابراین ما این سه شکل حکومت رو که داریم در واقع یکی بزرگترین و طولانی ترین شکل فدرال سنتیه که اسم شاهنشاهیه و این هم انحصار به نمیدونم چیزای جدید نداره. به قول بعضی از سلطنت طلبا، هند یکی از قدیمترین تمدن‌های دنیاست، فدراله. چین یکی از قدیمترین تمدن‌های دنیاست، فدراله. بنابراین این هم نیست که جامعه‌های جدید رو این از این. ما میخوایم فدرالیسم مدرن داشته باشیم، به گذشته بر نمیگردیم. در فدرالیسم مدرن هر ملیتی خودش رو در داخل چارچوب ایران اداره میکنه و جمعاً دولت مشترک و مجلس مشترک رو اداره میکنن. طبیعی است که ارتش، سیاست خارجی، اوزان، پول و بگم اقتصاد کلان با دولت فدرال اداره میشه. این همه از اینه. و آخرین نقطه هم راجع به فدرالیسم میخواستم یه توضیح کوتاهی بدم. عزیزان، فدرالیسم مدرن نه به شکل حکومت بستگی داره نه به محتوای حکومت. فدرالیسم در واقع، چون ما هم حکومت‌های جمهوری فدرال داریم مثل آلمان، مثل آمریکا، مثل هندوستان، مثل روسیه، مثل چین، و هم سلطنتی فدرال داریم، اسپانیا، کانادا و استرالیا. ملکه الیزابت عکسش روشنه. اما فدرالیسم تقسیم قدرت برای جلوگیری از بازگشت تمرکز و دیکتاتوری. ایران تضمین دموکراسیش بر اساس امکانش بر اساس فدرالیسم خواهد بود. امکان دیگری نیست. این همبستگی ما در واقع مانع دقیقاً شعارها درست انتخاب شدن. جمهوریه، زیرا ما از دست شه و شیخ میخوایم نجات پیدا کنیم. 2 نهاد استبدادن. اون دارالجهل میسازه آخوند، شاه هم مستبد، دست در دست آخوند بوده. اختلافشون هم اختلاف 2 دیکتاتوره. بنابراین اگر میخواییم به حاکمیت ملی برسیم، حاکمیت ملی تنها در نبود شه و شیخه. شه و شیخ را بدهم نشان که ستمگران شما هلا. تشکر میکنم. آقای یاسین اهوازی، نماینده حزب تضامن دموکراتیک اهواز، بفرمایید رو صحنه. نمایندگان عزیز 5 دقیقه وقت دارید، ممنون که همکاری کنید. بله، با سلام به همه حضار، دوستان، رفقا. قبل از صحبتم دوست دارم بار دیگر از گروه تدارکات و دوستانی که این کنفرانس را زحمت کشیدن و برپا کردن تشکر کنم از جانب خودم به حزب تضامن دموکراتیک اهواز. همیشه ما به خصوص در این 10 سال اخیر تا اونجا که همه میدونید خیلی سعی کردیم که به اصطلاح ائتلاف‌ها یا تجمعاتی به وجود بیاریم که بتونیم از این به اصطلاح استبدادی که در ایران بر مردم ایران مستولیه چیره بشیم. همیشه هم با مشکلات روبرو شو، صحبتاشو که دوستان صحبت کردم، ولی امروز این تونستیم اولین قدم رو برداریم که بتونیم بر این به اصطلاح بدبینی که وجود داره در عرصه اپوزیسیون، و این بدبینی همیشه باعث بوده که یا
همراه با اتهاماتی مواجه بشیم یا اینکه همراه با به اصطلاح کارشکنی ها رو بشیم. در این اواخر متاسفانه که شاهد هستیم هم نظام ایران، نظام جمهوری اسلامی ایران کم نیاورده و به شکل‌های مختلف توسط افرادی و گروه‌های خودش سعی می‌کنه تفرقه رو بین ما به وجود بیاره. چون که می‌دانید هر وقت ما صحبت از وحدت می‌کردیم، هر وقت صحبت از تجمع می‌کردیم یا ایجاد یک ائتلاف، افرادی یا گروه‌هایی سعی می‌کردن که به شکل‌های مختلف به اصطلاح مانع بشن و امروز هم برای این شدت افزوده شده. من میخوام اینو عرض بکنم بهتون که هیچ کس قادر نیست در ایران به تنهایی رژیم رو سرنگون بکنه. ما احتیاج داریم که با هم باشیم، یک دست باشیم با توجه به تنوع فکری که داریم. ما وحدت تشکیلاتی اصلا انجام نمیدیم. ما هم صدا هستیم، بر یک مسئله گذر از جمهوری اسلامی، سرنگون جمهوری اسلامی توافق کردیم که با هم بتونیم ایرانی بسازیم که جا برای همه باشه، به اصطلاح گفتن همه در آن محترم شمرده بشن، تبعیض نباشه و حقوق شهروندی مساوی بشه. به همین دلیل ما در کنگره ملیت‌های ایران فدرال و یا در تمام کنفرانس‌ها و مصاحب خودمون همیشه این عرض کردیم که نظام فدرال میتونه به عنوان نظام پیشنهادی خوب که بتونه حقوق تنها چیزی است که میتونه حقوق شهروندی رو حفظ بکنه در این ایرانی که کثرت به اصطلاح فرهنگی و قومی و زبانی وجود داره حفظ بکنه. اما متاسفانه چون که همه شما می‌دانید همیشه تهمت‌ها وجود، حملات وجود داره. آنچه که ما رو به هم میتونه به موفقیت برسونه فقط صبوری، وحدت فکری و عملی خودمون بدون توجه به یا عمده کردن به اصطلاح تفاوت‌هامون هستش. این امر تنها خاص ایران نیست. دوستان میدونن در عراق این اتفاق افتاد، در اندونزی این بود، در مالزی این شکلی بود، در هند این بود، بعد از استعمار انگلیس. همیشه اختلافات وجود داره فکری. 2 آدم، ما 7 میلیارد آدم روی کره زمین داریم، شما 2 نفر پیدا نمی‌کنید تو این 7 میلیارد که مثل هم فکر بکنن. اختلاف وجود داره، اما یک مسائل عمده وجود داره که برای آینده انسان، برای زندگی آینده بچه‌ها و به اصطلاح انسان بتونه با در تفاهم با یکدیگر زندگی کنه، حقوق کسی سلب نشه از دیگری، ما میتونیم انسان و نیروهای سیاسی این قدرت داره که همه رو دور هم جمع بکنن. تجمع ما هم خالی از این، چنانکه که دوستان گفتن، خالی از مشکلات نمود، اما ما امید داریم و تنها راهش هم اینو میدونیم که این ائتلاف یا این وحدت یا این تشکل رو جامع‌تر بکنیم، نیروهای سیاسی رو بیشتری رو به جمع خودمون وارد بکنیم، چون هر چقدر ما بسیار محکمتر بشیم، بزرگتر باشیم، صدای وحدت محکمتر باشه، بهتر میتونیم تأثیر در روی مردم ایران بذاریم. ما اگر با خودمون متکی نباشیم دوچار مشکلات میشیم و فراموش ما هیچ وقت نباید بکنیم که نیروی اصلی ما در داخل ایرانه و تمرکز روی طلبات مردم ایران با توجه به ساختارهای سیاسی که در ایران وجود داره و با توجه به تمنیاتی که ما به عنوان نیروهای آوانگارد یا پیشرو داریم بتونیم این مردم ایران رو به اصطلاح هدایت بکنیم. اگر ما یک صدا باشیم، درست عمل بکنیم، این تأثیر میتونه مثبت‌تر روی مردم ایران باشه. باز تکرار میکنم، فراموش نکنید که نظام به شکل‌های مختلف، به سرخ و سفید و سیاه و سفید براش فرق نمیکنه، سعی میکنه تفرقه به وجود بیاره. خوبم یاد گرفته که چطوری این تفرقه رو به وجود بیاره. یک نفر از چپ میکشه، یک نفر از راست میکشه، یک نفر از وسط میکشه که این نذارین نیروهای سیاسی با هم عمل بکنن. پول هم داره، خرج هم میکنه. اما ما یک چیز داریم، یک حقیقت مطلق داریم در ایران به نام مردم ایران، یک نظام داریم به نام یک نظام مستبد و طلبات خواسته‌های به حق همه اون مردم که ما در روی شونه هامون حملش میکنیم که اینو منجر کنیم به یک نیروی بالنده و قدرتمند که بتونیم از این نظام بگذریم. مسالمت آمیز و با به اصطلاح بسیج مردم ایران و همچنین نباید هم ترس داشته باشیم اگه اتهاماتی به ما بزنن که ما وابسته به خارجیم یا کمک از خارج میکنیم. اصلا نباید به نظر من ترس از این مسئله وجود داشته باشه. ما هم به کمک‌های خارجی احتیاج داریم، کمک‌های سیاسی، کمک‌های فرهنگی
و هر کمکی بتونه به بسیج مردم ایران کمک بکنه. اما میدونی تهمت میزنن، اصلا نباید بترسیم. اما تو که نظام میفهمید، دورخفاقا بهتر میدونن، نظام ایران به کسی نیست که در منطقه سازمان مخرب منظورمه کمک نکرده باشه. امروز اون خبر بدن امروز حتی شروع کرده به خریدن بعضی از روزنامه‌نگارهای عربی که به شکل‌های مختلف تخریب ایجاد بکنن. یعنی هیچ دری رو خودش نبسته. ما هم همین کار باید بکنیم، ولی اول قبل از هر چیزی صفوف خودمون رو فشرده‌تر بکنیم. اگر ما منسجم باشیم و بتونیم نیروها و احزاب دیگر رو جذب کنیم، حتما موفق میشیم. حتی اگر به اصطلاح چشمگیرم نباشیم، زیادم به اصطلاح احزاب نپیوندن، ولی اگر داره اصول باشیم، از تشکیلات محکمی برخوردار باشیم، میتونیم تاثیر مثبت خودمون رو بذاریم و از این سد این حکومت بگذاریم و دیگران به دنبال خودمون یا در کنار خودمون داشته باشیم. از همکاری همه شما ممنونم. آقای کاوه آهنگری، نماینده حزب دموکرات کردستان ایران، بفرمایید رسانه. خانم ها و آقایان نمایندگان احزاب و سازمان های سیاسی و نمایندگان احزاب و سازمان‌های مهمان و شخصیت‌های مهمان، خیلی خیلی خوش آمدید. حرف آخر یاسین رفیق مبارزمو اول تکرار می‌کنم از گروه تدارکات و تمامی عزیزانی که در برگزاری این کنفرانس واقعا زحمت کشیدن، صمیمانه سپاسگزاریم. خوشحالم از این که امروز به نمایندگی حزب دموکرات کردستان ایران در خدمتتون هستم. امروز ما شاهد یک تجمعی هستیم که به عقیده من در طول 40 سال گذشته برای اولین بار سنگ بنای پروژه دموکراتیزاسیون ایران گذاشته شد. از این هم غافل نباشیم که ما با این کارمون امروز جامعه سیاسی ایرانی رو به 3 جبهه تبدیل کردیم. ما هممون جمهوری خواه هستیم، جمهوری خواهان فدرال و عدم تمرکزگرا، اما آن دسته از جمهوری خواهان تمرکزگرا رو هم داریم و یک طیف پادشاهی خواه تمرکزگرا هم داریم. فضای سیاسی ایران از امروز به بعد به مصاف این 3 گفتمان تبدیل خواهد شد. این به این معنی است که ما مسئولیت بسیار خطیری رو انتخاب کردیم. بر این عقیده هستم که آزادی، دموکراسی و رسیدن به اون بها و ارزش‌های جهان شمول بیشتر به عنوان یک مسئولیت بر روی دوش آنهایی است که بیشتر زیر ستم بودند. انتظار نداشته باشیم که اونهایی که آگاهانه یا ناآگاهانه ستم کرده‌اند مسئولیت خطیر دموکراتیزاسیون ایران رو قبول بکنن. پس همدیگر رو تقویت بکنیم. مسئولیت بسیار خطیری است، نه فقط منطقه خودمون مثلا کردستان، آذربایجان، اهواز و غیره، بلکه من فکر میکنم به دلیل اینکه ما آینه تمام نمای خاورمیانه هستیم، به این معنی که ما در کشورهای دیگه هم کرد داریم، ترک داریم، عرب داریم، بلوچ داریم و غیره، مسئولیت دموکراتیزاسیون خاورمیانه هم بخشیش بر عهده همین همبستگی است. یعنی گفتمان این همبستگی
موفقیت این همبستگی میتونه تأثیر بذاره در چگونگی فرمولیزه کردن سرنوشت سیاسی خاورمیانه. همچنان که دیدیم در خاورمیانه در کشورهای همجوار کردستان و سرنوشت سیاسی کردها در عراق چه تأثیری بر کردهای ایران و دیگر بخشها گذاشت و این تکرار خواهد شد. حزب دموکرات به عنوان یک حزب تاریخی با دامنه اجتماعی کم نظیرش بیش از 7 است که برای اصول جهان شمول، همون اصولی که الان هم در تهران قدغن هستند، همین اصول پلورالیسم سیاسی که در قالب فدرالیسم امروز خود نمایی می کند، برابری، آزادی، سکولاریسم، فقط حزب دموکرات بیش از 5000 شهید داده. اگر اشتباه نکنم حزب کومله حدود 2000 شهید داده و بیش از 30,000 سیویل قربانی شدن. ما هزینه دادیم. اگر مقایسه بکنیم با اروپایی ها هزینه بسیار کمی دادیم. ولی ما امروز خوشبختانه تجربه تاریخی ملت هایی رو داریم که میتونیم ازش استفاده بکنیم. بیاین این همبستگی رو تقویت بکنیم، دقیقاً به این معنا که همدیگر رو تقویت بکنیم. با تقویت همدیگر یک واحد سیاسی بسیار مؤثری خواهیم بود در سرنوشت سیاسی ایران که هیچ پروژه سیاسی دیگری بدون این همبستگی موفق نخواهد شد. به این آرزوی ماست. ائتلاف یا همگرایی همبستگی برای آزادی و برابری کار آسانی نیست. چون ما من بعد اگر یادتون باشه ما هیچ گونه اعلام از قبلی نداشتیم. یک سند تفاهم رو خودمون همین جمع نمایندگان 10 سازمان شروع به انتشارش کردیم، ولی 2 موج سیاسی رو به وجود آورد. یک موج سیاسی موافق و یک موج سیاسی بسیار قوی و گسترده مخالف. چرا؟ چون مخالفان دارای امکانات بیشتری هستند. پس از همین امروز که از این سالن، شاید قبل از خروج از این سالن، به موج مخالفان باید فکر بکنیم. باید تمام قد در مقابل گفتمان مرکزگرای استبدادخو و استبدادگرا بایستیم. تعارف هم با هیچ کسی نداریم. یک نکته که اشتباه میشه حتی پیش بعضی از سیاسیون، ما با کسانی که با این جهانبینی، با این گفتمان مخالفن متحد نخواهیم شد، بلکه این 10 سازمان که به زودی امیدوارم 11 و 12 و 13 سازمان و الی آخر بشه، با کسانی که به عدم تمرکز و این اصول به ویژه این 4 اصل بنیادی معتقدن و نزدیکن متحد خواهیم شد. البته این به این معنا نیست که این همبستگی وارد مذاکره یا گفتگوی سیاسی با 2 جبهه مخالف خودش هم نخواهد شد. در سیاست، در جهان سیاست این ممکن است، اما اتحاد ما با اونهایی خواهد بود که به این 4 اصل معتقد هستند. حزب دموکرات همچنان که اشاره هم کردم با تمام توان خودش در پشت این همبستگی خواهد ایستاد، تقویتش خواهد کرد. تقویت این همبستگی تقویت صلح و آشتی و برابری در آینده ایران برای ایرانیان خواهد بود. امیدوارم موفق بشیم و امید دیدارهای گسترده‌تر و بسیار بزرگتر. خیلی ممنون. خسته نباشید. نماینده حزب کمل کردستان ایران خانم ناهیده بهمنی بفرمایید. با سلام حضور دوستان عزیز، اونایی که از راه دور اومدن و اونهایی که در جمع تبعیدیان اینجا گرده هم اومدن. بسیار خوشحالم که خودم رو در این جمع میبینم به نمایندگی از حزب کومله کردستان ایران، جمعی برای اتحاد و همگرایی در جامعه فلک‌زده امروز ایران. شعار برابری، همبستگی برای آزادی و
سکولاریسم و دموکراسی از بنیانهای جنبش آزادیخواهی مردم کرد بعد از قیام مردم ایران بر افتادن نظام شاهی در 40 سال اخیر بوده و این نطفه و بنیان فلسفه مبارزه در جامعه کردستان بوده و هست و به همین دلیل هم در روزهای نچندان دور از بعد از برافتادگی نظام شاهی این سرزمین مورد حمله قرار گرفت و به جرم دادن این شعارها و خصلت دموکراتیک مبارزاتش و سکولار بودنش تا امروز مورد حمله، سرکوب و تهاجمه. بسیار شعار خوبی است و فکر میکنم برای اونایی که همه اقشار و جنبش‌های مختلف اجتماعی در ایران این شعار تازگی نداره و همواره همزاد مبارزه‌شون بوده در طول 40 سال اخیر، مخصوصا برای ملیت‌های ایران. اما متاسفانه به مقوله چهارم که عبارت از فدرالیسم هست و یا سیستمی از عدم تمرکز و تقسیم قدرت که میرسه، بسی چشمگیر از جامعه به اصطلاح مبارز و آزادیخواه و دموکراسی طلب ایران رو با خودش همراه نمیکنه. این همواره در سیستم‌های گردهمایی و اتحادهای تاکنونی بوده متاسفانه و امروز هم خودتونم شاهدین که چه قوقایی از این قضیه ساخته میشه. زمانی حزب دموکرات و کومله یک تفاهم نامه مشترک امضا کردند. همه اونهایی که مخالف تقسیم قدرت و تفویض اختیارات به ملیت ها بودند ندا سر دادند که برسید ایران تجزیه میشه. امروز هم این شعار سه مقوله اولیش رو خیلی راحت میپذیرن، اما به چهارمی که میرسه پنیک و وحشت سوریه شدن و چیزهای از این قبیل مطرح میشه برای اینکه از هر نوع اتحاد عمل و همگرایی مثبت برای آزادی در آینده ایران جلوگیری بکنن. من این نطفه این گردهمایی امروز رو خیلی مثبت تلقی میکنم و فکر میکنم ما و حزبمون همیشه در استقبال از چنین گردهمایی هایی با چنین محتوایی بودیم و مطمئن باشید که در کنار شما هستیم تا واپسین اتحاد عملها و گردهمایی های فلسفه خود این گردهمایی و تا به صورتی که به جایی برسه. امیدوارم که به همین جمع 10 جریان محدود نشه و بتونه جمع‌های گستردی تری رو هم به خودش وصل بکنه و بتونه بزرگترین جامعه اتحاد ایرانیان برای آزادی ایران در آینده ایران باشه و امیدوارم هم که بتونه میثاق‌های ضمیمه‌ای و ضمائمی رو بر اساس اتحاد عملها برای چی؟ دموکراسی چگونه؟ سکولاریسم چگونه؟ فدرالیسم چگونه؟ اینها رو هم به ضمائم عملی این گردهمایی تئوریک و سیاسی اضافه بکنه. چه بسا خود اون میتونه بسیار جالب توجه باشه برای کسانی که خارج از این جمع هستند. چه احزاب و چه نهادهای مدنی بسیار وسیع، حقوق بشری، مدنی و زنان و تمامی اقشاری که خواهان و طلب وسعت بیشتری رو برای اتحاد و همگرایی میبینن و خودشون رو بخشی از اون محسوب میکنن. چه بسا همطور که عرض کردم موانعی هست از لحاظ سیاسی که همیشه مانع بوده. امیدوارم در آینده اینها هم رفع بشه و بتونن الان خارج از ما پیکره های دیگه هم شکل گرفتن، جا داشت، نمایندگان اونها هم در اینجا بودن
لااقل صحبت ها رو میشنیدن و برنامه ها رو رد و بدل میکردن، اون تشابه ها رو بر اساسش وحدت رو گسترش میدادن، نه تضادها و اختلافها رو. برای این جمع و آیندهش امید موفقیت دارم و از تمامی اونایی که در بسیج و تشکیل و شکل دادن این گرد همایی دستی داشتن کمال تشکر رو دارم. ممنون. خسته نباشید. نماینده حزب دموکراتیک کردستان آقای آسو حسن زاده بفرمایید. هیچ اشکالی نداره. من همیشه میگم لیدیز فرست. تازه اگه به ترتیب حروف الفبا بود حزب دموکراتیک کردستان تو فرهنگ قبل از حزب دموکراتیک کردستان ایران میاد، ولی هیچ اشکالی نداره. مردم در ایران الان مبارزه میکنن، اعتراضات هست، مردم گرسنه هستن، هزینه میدن. ما واقعا نباید روی این چیزها جدال داشته باشیم، ولی مواظب این نکته هم باشید جایی که کسی حقوقش پایمال میشه یه جوری انتقام میگیره. انتقام من هم اینه که زیاد ممکنه پایبند به وقت نباشه. اگه اجازه بدید از طرف حزب دموکراتیک کردستان بنده هم به همه عزیزانی که در تشکیل این همبستگی کوشش کردن تبریک عرض می کنم. با اینکه گفتگو و رایزنی های بسیاری لازم بوده و شاید سالها طول کشیده تا به اینجا رسیدیم، ولی چیزی که الان همه ما باید در ذهن داشته باشیم اینه که همچنان دوستان گفتن این لحظه رسیدن نیست، بلکه فقط شروع کاره. با توجه به اینکه تفاهم نامه ما واقعا کیفیت داره و جریاناتی هم که در این همبستگی عضو هستند همین الان وزین هستند، این یک دستاورد برای مبارزات از این به بعد مردم ایران، به شرطی که ما از این به بعد به فکر سازوکارهایی باشیم که کمک بکنه که هم همبستگی رو گسترش بدیم و در ترویج مبانی و اصولش کوشا باشیم و هم کاری بکنیم که از طریق سازوکارهای عملی در همه عرصه ها مخصوصا در ارتباط با مبارزات مردم و جنبش های داخل تأثیرگذارتر باشیم. اونایی که همین چند روز پیش 40مین سالگرد روی کار آمدنشون رو جشن می گرفتن، اون زمان بنده تازه به دنیا اومده بودم، به خاطر همین از انقلاب و آنچه که اون زمان گذشته چیزی یادم نیست، ولی نسل من هم بعدها متحمل همون پیامدهایی شد که نتیجه انقلاب 57 برای مردم ایران در پی داشت. با اینکه اقشار مختلف جامعه ایران هر کدام به نوعی و به شکلی و به اندازه‌ای از این رژیم رنج بردن، در این 40 سال هر کدوم از ما مسیر خودش رو در مقاومت با این رژیم به نوع خودش طی کرده و حتی بعضی از رنج‌های ما ساختاری هستند، مخصوصا در حوزه ملیت‌ها. با رفتن اون نظام و آمدن این نظام چیزی فرق نکرده، ولی امروزه هممون در این امر اشتراک و توافق داریم که منشأ اصلی تداوم رنج‌های همه ما بقای جمهوری اسلامیه. ولی اینکه هممون قربانی همون استبداد باشیم، این نباید باعث نادیده گرفتن تفاوت میان قربانی ها باشه و اگه ما این رو به عنوان صورت مسئله قبول داشته باشیم، باید این تعیین کننده راه حل ها و چشم انداز های پیش روی ما هم باشه. خوشبختانه تفاهم نامه همبستگی هر دو نکته رو به روشنی
تاکید کرده روشون، اینکه هر گونه همگرایی اثر بخش برای آینده ایران باید از این رژیم بگذره و این رژیم اصلاح پذیر نیست، و دیگری اینکه ما متحد میشیم در حین حفظ وجه تمایزها. اینکه چگونه بود که و چطور شد که در جامعه پویایی مثل جامعه ایران و با گذشته 100 ساله‌ای از جستجوی حاکمیت مردمی استبداد دینی روی کار آمد با اون ماهیتی که هممون الان میشناسیم، پاسخمون به این سوال کم و بیش شاید یکی باشه. در این هم حتما اتفاق نظر داریم که تعیین کننده ترین عامل بقای این رژیم نبود یک اپوزیسیون متشکل و منسجمیه که بتونه مبارزات و اعتراضات مردمی و جنبش‌های داخل رو سمت و سو ببخشه و واقعا بتونه بشه یه آلترناتیو. روی این هم اتفاق نظر داریم که این دلیل اصلیه. امروزه هممون میدونیم که هیچ کسی، هیچ شخصیتی، هیچ جریانی، هیچ طیفی و هیچ بخشی از جامعه ایران در موقعیتی نیست که بتونه همه گرایشات و طیف‌های درون جامعه ایران را نمایندگی بکنه و حرکت‌های تغییرخواه درون جامعه رو رهبری بکنه. به تنهایی هیچ کسی نمیتونه این کار رو بکنه. اگه کسی هم باشه یا کسانی هم باشن که به دلایل تاریخی یا به هر دلیل دیگری این رؤیا رو در سر داشته باشن و یا این ادعا رو داشته باشن، دقیقاً به دلیل همون میراث تاریخی و ذهنی که یدک میکشند و لااقل برای ما به عنوان ملیت‌های ایران تداعی ذهنیت و گذشته غیر قابل بازگشت و غیر قابل قبولی رو میکنه، نمیتونن موفق بشن. پس صرف نظر از اینکه زمان اینکه حول یک فکر و حول یک شخصیت بچرخیم سر رفته و دلیل استبدادم در 100 سال گذشته ایران شاید همینه، ولی راه حل فقط اینه که اپوزیسیون ایرانی با دوری جستن از مرزبندی‌های تاریخی، سیاسی و ایدئولوژی خودش در خودش این ظرفیت رو با درک خاستگاه‌ها و نیازهای متفاوت درون جامعه ایران ظرفیت همگرایی رو ایجاد بکنه که خوشبختانه تفاهم همبستگی این خصلت درش وجود داره. طبیعیه که هر جریانی بر ارزش‌ها و آرمان‌هایی تأکید بکنه که براش در صدر قرار داره. مثلا نیروهای چپ طبیعتاً به هیچ همگرایی تن نمیدهند که ارزش‌های عدالت اجتماعی رو پایمال بکنه و یا ما به عنوان نمایندگان ملیت‌ها به هیچ همگرایی که منکر حقوق حقیقی ملیت‌های ایران باشه ملحق نمی‌شویم. ولی اونایی که در خارج از این سالن، در خارج این مجموعه امروز به فکر اتحاد هستند و بر اتحاد تأکید میکنن، باید متوجه این امر باشند که در جامعه سیاسی ایران در مدت این 40 سال گتوهای نسلی، ارزشی، سیاسی و فرهنگی بسیاری شکل گرفته و خوشبختانه ما امروزه پس از شورای دموکراسی خواهان ایران که حزب دموکرات کردستان و تعدادی از جریانات دیگه اونجا هم در همین آلمان تشکیل دادن، این یکی همایش و همگرایی هم این یک خصلت جدیدی رو داره میان همایش‌های اپوزیسیون ایرانی و یا همکاری‌ها و همگرایی‌ها، اینه که یک خصلت پل ارتباطی میان نیازها، دیدگاه‌ها و خواستگاه‌های متفاوت رو داره. تفاهم نامه همانطور که میدونین در حین اینکه
شجاعت تابوشکنی در بسیاری از موارد مخصوصا در موضوع ملیت ها رو به خرج داده، ولی در فرمول بندی های سیاسی سازنده فکر کرده، سازنده عمل کرده و امکان آشتی دادن تضادهایی که هنوز هست با بقیه جریانات و گرایشات اپوزیسیون ایرانی هنوز هستش. من عرض کردم که میخوام زیاد وقت رو رعایت نکنم، ولی اجازه بدیم خیلی تیتروار میخوام اشاره بکنم که این موارد کدوم ها هستن که در رایزنی های از این به بعدمون با همایش ها و همگرایی های دیگر اپوزیسیون ایرانی باید روشون کار بکنیم. اولین مورد طبیعتاً برای همه ما که خیلی مهم مسئله ملیه که در صدر قرار میگیره. این دفعه اوله در طول این 40 سال که یک ائتلاف، حالا این دوستان ترجیح میدن هنوز نگیم ائتلاف، این همکاری، یک همکاری جریانات اپوزیسیون ایرانی با ترکیب متنوعی که داره به صراحت از حق تعیین سرنوشت ملیت ها، از حقوق برابر اونها و از اتحاد آزادانه مردمان ایران سخن میگه و همزیستی پایدار این ملیت ها رو در چی میبینه؟ در یک سیستم فدرالی که در اون تقسیم قدرت میان ملیت ها برابر باشه و یک سیستم فدرالی باشه. من این که همبستگی به همه نیازهای درون جامعه کم و بیش توجه کرده، این رو تحسین میکنم، ولی باید متوجه این امر باشیم که مشکل ما اینه که اغلب اپوزیسیون ایرانی، اغلب ما، همه شخصیت ها کم و بیش روی حرفایی که آقای خمینی در نفل هم میگفتن، هممون رو این اتفاق نظر داریم. اختلاف نظر رو موضوعات دیگره، من جمله این مسئله ملیت ها که مطمئنم که از همه بیشتر در میان طیف‌های دیگر اپوزیسیون با مخالفت برخوردار میشه و من پیشنهاد میکنم در سازوکارهای عملی که همبستگی تشکیل میده حتما با استفاده از ظرفیت‌های علمی و سیاسی که دوستان دارن، حتما در رایزنی‌های خودشون این رو در صدر اولویت‌ها قرار بدن. اونایی که در نغمه‌های سیاسی خودشون فقط یک آواز و یک ملودی بلدن و اون هم هراس تجزیه طلبی و یا تقدیس تمامیت ارضی ایرانی، باید به فکر این موضوع باشن که مسئله ملیت‌ها در ایران یک مسئله ساختاریه. میدونین جنبش‌های اجتماعی یه روزی پدید میشن، رشد میکنن، تغییر پیدا میکنن و شاید یه روزی هم ناپدید بشن، از بین برن، ولی ملتی که به یک درجه از هوشیاری سیاسی و سازمانی یافتگی رسید دیگه در یک فاصله 100 ساله و حتی چند هزار ساله هم از بین نمیره و باید اونا بدونن که در ایران فردا ما 3 گزینه بیشتر نداریم. گزینه اول آسیمیلاسیونه که 100 سال در ایران اعمال میشه و موفق نشده و هرگز هم موفق نخواهد شد. گزینه دوم همین چیزیه که ما میگیم، یعنی دموکراتیزاسیون، دموکراسی چند ملیتی که بر هر دو پایه حقوق شهروندی و توافق ملیت‌ها استوار باشه. و گزینه سوم تداوم استبداد و حکومت آهنینه که من فکر نمی کنم دیگه کسی که واقعا وطن دوست هم باشه این رو بخواد. یعنی قیمت همزیستی اجباری فقط میتونه تداوم استبداد باشه و اونایی که این همه خرده‌گیری میکنن از فدرالیسم به بهونه اینکه مورد ایران یک دونه است و نمیدونم فدرالیسم گرایشات گریز از مرکز رو دامن میزنه، به تنشات قومی دامن میزنه، باید متوجه این موضوع بکنیم که بالعکس اگه فدرالیسم طبیعتاً
راهکار اداری خودمختارانه سرزمین های خودمون و امور مربوط به خودمون رو به ما میده، در عین وقت به ما و به ایرانیان این فرصت را هم میده که با هم در اداره کل کشور و در مرکز سهیم باشن. پس این موضوع گریز از مرکز بسیار یک امر نسبی هست و بالعکس فدرالیسم به همگرایی کمک میکنه و تنش‌های قومی هم اگه جایی هست واقعا تقصیر از فدرالیسم نیست. من میخوام رو این نکته هم تأکید بکنم. مخالفان به رسمیت شناختن کثرت ملی در حوزه عمومی و در بستر حکومتی باید متوجه این امر بشن که اگر این راه و روش سازنده رو در پیش نگیرند، آلترناتیو دیگه قوت گرفتن گرایشات رادیکال و به حق ملت‌های داخل سرزمین ایران هستش. دوستان کردمون میدونن که اینجا تشریف دارن، هر بار که ما در یک همایش برای همگرایی اپوزیسیون ایرانی شرکت میکنیم، بخشی طیف بسیار وسیع از جامعه سیاسی کردستان مخصوصا در میان روشنفکران داخل کشور به دقت به حرفهای ما گوش میدن و بعداً ما رو محاسبه و مؤاخذه میکنن که آیا ما تا چه اندازه به همون اعتماد به نفسی که به زبان کردی از حق ملت کرد صحبت میکنیم، آیا به زبان فارسی و در محافل غیر کردی و ایرانی هم به همون روش و با همون محتوا از حق ملت خودمون میگیم یا نه؟ پس چشمانداز ما روشنه، ولی همانطور که گفته شد راه طولانی و پرچالشی رو در پیش داریم. در خیلی کوتاه میخوام صحبتامو خاتمه بدم. من خیلی کوتاه میخوام خدمتتون عرض کنم که موضوعاتی هست که حول و حوش این موضوعات اپوزیسیون ایرانی هنوز به گسل‌ها و گسست‌ها و فاصله‌های درون خودش دامن میزنه و این منفعتش یه راست میره به جیب بقای جمهوری اسلامی و بقای این رژیم. 4 تا موضوع خیلی کوتاه ذکر میکنم. یکی موضوع آقای اهوازی گفتن، موضوع تعامل با دنیای خارجه. در مورد این کنفرانس وارشو و سیاست‌های اداره ترامپ این موضوع خیلی مطرح شده. واقعا جای تأسفه که بخشی از اپوزیسیون ایرانی با اون ذهنیت ضد امپریالیست و پست کلونیالیست و نمیدونم پاتریوتیستش طوری به موضوعات خارجی و تعامل با خارج از کشور و جهان خارج برخورد میکنه که فقط به سود رژیم تموم میشه. امروزه بدون ایجاد ارتباط میان جنبش‌های داخل و فشارهای خارجی امکان این رژیم به هیچ وجه قابل این نیست که مهیا بشه و کسایی که از آلترناتیو سازی و دخالت در امور داخلی کشور صحبت میکنن، هیچ آلترناتیو سازی از خارجی در کار نیست. اینا همشون این حرفا ساخته و پرداخته جمهوری اسلامیه، ولی وقتی جمهوری اسلامی به خودش اجازه میده که از عامل خارجی و منطقی تا این اندازه برای بقای خودش استفاده بکنه، دلیلی نیست که اپوزیسیونی که ادعا میکنه فردا میشه آلترناتیو، وقتی شد آلترناتیو باید با جهان خارج در ارتباط باشه. از همین الان این امر نمایندگی منافع مردم ایران را به عهده نگیره. در مورد از ترس اینکه بگن جنگ طلبه و از ترس از بیم انگ جنگ طلبی یا مزدوری بیگانه، واقعا موردی نیست که ما زیر بار این تبلیغات جمهوری اسلامی بریم. دیگر در مورد راه و روش‌های مبارزه، طبیعتاً همه ما ترجیح میدیم از طریق سیاسی و مدنی و مسالمت آمیز تغییرات در ایران صورت بگیره، ولی باید خیلی مواظب راه و روش‌هایی باشیم که زیر لوای تغییر نرم در ایران در واقع کمک به استمرار نظام میکنن و حق دفاع مشروع رو نمیتونی از هیچ انسانی که مورد خشونت قرار میگیره گرفت. و دو مورد آخری که میخوام اشاره بکنم اینه که واقعا جای تحسینه که در همایشی که جریانات چپ درش
عضو هستن، هممون چپ هستیم، کسی ضد چپ نیست، ولی به هر صورت این مؤلفه اصلی بخشی از جریانات عضو این همبستگی هست. ولی در مورد مسائلی که میشد جواب ایدئولوژیک بهشون داد، مثلا عدالت اجتماعی و مسئله طبقاتی، فرمول هایی که در تفاهم نامه اومده جدال بین دموکراسی سوسیالیستی و سیستم لیبرالی و اینا رو نیاورده، چون الان مشکل ما این نیست و این واقعا جای تحسینه. و نکته آخر این که واقعا خیلی مهمه که این همبستگی در سازوکارهای عملی همانطور که عرض کردم به فکر راه و روش‌هایی باشه که مبارزه در خارج از کشور رو با مبارزه در داخل کشور به هم وصل بکنه. این دیوارهایی که در این 40 سال بنا شده میان این دو بستر، این هم به نفع جمهوری اسلامی تمام شده. مشروعیت و تأثیرگذاری اپوزیسیون ایرانی به این دلیل متاسفانه خیلی پایین اومده و از طرف دیگه جنبش‌های داخل به دلیل نبود یک مرجعیت سیاسی که برنامه داشته باشه که به اعتراضات سمت و سو بده و مرجعیت سیاسی که در انسداد داخل ممکن نیست، در هر صورت ما مجبور هستیم که کمک بکنیم که بیشتر به جنبش‌های داخل متوجه بشیم. از اینکه وقت تقریبا 30 ثانیه گذشت از 5 دقیقه، خیلی معذرت خواهی میکنم. مرسی. نماینده حزب مردم بلوچستان آقای رحیم بنلویی بفرمایید. خب برحال منم عرض سلام دارم و ضمن خوش آمد واقعا به این جمعی که اینجا هستند تبریک میگم به اونایی که دست اندر کار تشکیل این همبستگی برای آزادی و دموکراسی و برابری در ایران بودند. دکتر آسو گرامی اینجا اشاره کرد، گفت من متولد بعد از انقلابم و نتیجتاً خاطراتی هم ندارن از اون زمان. اما بسیاری از دوستانی که اینجا آمدن صحبت کردن و از جمله خودم در اون زمان به شکلی به هر حال دخیل بودیم و نقش داشتیم اینا. و نکته دیگه‌ای که شما مطرح کردید مسئله تابوشکنی بود که در شورای دموکراسی خواهان شد و تابوشکنی که در این همبستگی برای آزادی و برابری در ایران هست که روی حق تعیین سرنوشت انگشت گذاشته شد. من دقیقاً آنچه که یادم میاد از همون دورانی که شما نبودید آسو جان اینه که مطرح بود و هنوزم مطرح هست و خیلی در واقع به جنبش چپ الان بد و بیراه میگن که چرا باعث شدن که اون سیستم شاهنشاهی بشکنه و جمهوری اسلامی بیاد این نکبت رو به اصطلاح حاکم کنه. در اون دوران آنچه که نتونست در میان ملیت‌های ایران، به هر حال میدونیم هممون دیگه لازم نیست تکرار بشه که جامعه کاملا رنگارنگی است و متاسفانه نزدیک به یک قرن هست که بخش تمامیت خواهی در ایران حاکم هست. به محض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، حزب جمهوری اسلامی ایران که دقیقاً شبیه همون حزب رستاخیز بود حاکم شد. اما در جوامی مثل بلوچستان و کردستان و به هر حال ترکمن‌صحرا و جای دیگه آنچه که حضور پیدا کرد و نقش داشت همین جریانات چپ بودند. دلیلش هم این نبود که اون مردم از نظر ایدئولوژیکی چپ بودند، کمونیست بودند و غیره، بلکه تأکیدی بود که ضد تمامیت خواهی بود و حق برابر رو برای خلقها، اون زمان شعار خلقها بود، ملیت ها بعداً مطرح شده، همین مسئله بود و به همین دلیل هم ما از بخش جنبش چپ ایران و به طور مشخص اون بخشی که به عنوان چپ کلاسیک ایران هست تو بلوچستان و توی کردستان شهدایی داریم و این رو مردم، توده عادی مردم میدونند. به همین دلیل من بخوام به اصطلاح سخن رو به یک شکل دیگه بخوام مطرح بکنم اینجوری خواهم گفت که اهمیت این همبستگی بیشتر از این نگاه هست که تشکلات سیاسی متعلق به ملیت‌های ایران و پیوستن اون بخش از چپ که من الان سوسیال دموکرات بهشون میگم به جای اون کلمات گذشته‌ای که استفاده می‌کردیم، این اون نوع همبستگی است که
طرفین به همدیگه باور دارن. به دلیل اینکه وقتی که سخن از تقسیم قدرت میشه، سخن از برابری در میان ملیت ها و آزادی و به هر حال تمام مردم میشه، این باعث میشه که اگر چنانچه من بلوچ نوعی یا به هر حال یک کرد نوعی یا کسی دیگه ای، به خصوص دوستان عرب اهوازی رو بخوام بگم، با اینکه از نظر مذهبی اکثریتشون شیعه هستند، ولی باز این جمهوری اسلامی مذهبی به عنوان خودی قبولشون نداره. اینه که این مسئله حرکت در این جهت در همچنین قالبی باعث تقویت همبستگی واقعی در میان مردمان میشه. چرا که وقتی که یک نفر از جنبش سوسیال دموکرات های ایران، از تهران باشه، از اصفهان باشه، از هر کجای دیگه باشه، وقتی که علیه تمامیت خواهی شعار حق تعیین سرنوشت رو مطرح میکنه، این باعث میشه که بسیاری از مردم بلوچ که خیلی هستن خودشون رو ایرانی نمیدونن، متاسفم اینو بگم، ما از اونجایی ما میدونیم مردمون رو، به دلیل اینکه هیچ وقت در طول این مدت گذشته اون حس ایرانی بودن درشون تقویت نشده، جز ستم چیزی نبوده بهشون. اما این مسیر میتونه هموار کننده اون بستر باشه که نزدیکی ها تقویت بشه و به هر حال اون بخش از مردم هم ایران رو به شکلی شروع کنند مال خود دانستن. در اون صورت است که همزیستی مسالمت آمیز وجود خواهد آمد. در غیر این صورت متاسفانه اگر ادامه بدیم نتیجه هم یکی از همون سومی خواهد بود که آسو شما گفتید، نتیجه اونجا خواهد بود. من بیشتر وقت نمیگیرم که هم رعایت شما را کرده باشم و هم رعایت دوستان دیگر رو. متشکرم. خسته نباشید. و آخرین سخنران ما آقای رضای کعبی از نمایندگان کمله زحمتکشان کردستان. آقای رضای کعبی. منیش لەلایەن هاوڕێیانی کۆمەڵەی زەحمەتکێشان کە لێرەن زۆر خۆمان بە بەختەوەر دەزانین کە لە هەمایش و کۆبوونەوەیەکی ئاوا گرنگ بەشدارین. دوستان و حضار محترم، امروز روز 4 اسفنده، 98 سال و یک روز قبل در چنین روزی پس از کودتای 1299 رضاخان میرپنج سلسله قلابی پهلوی رو بنیان گذاشت و 40 سال و 12 روز پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی که به اعتقاد من انقلاب پرشور مردم رو به تمامی ربود و یک دیکتاتوری مذهبی اوریانو در 40 سال گذشته حاکمیت کرده، در این 100 سال کلاً ما شاهد یک نرم حکومتی، یک نرم حاکمیت در ایران هستیم که یکی از برجسته ترین خصوصیات و نشانه های این نرم حکومتی انکار ملل ایرانه. این انکار با قتل عام‌های وسیع، با لشکرکشی های گسترده، با اعدام های جمعی و با اشغالگری نظامی بسیار بیرحمانه‌ای که در دوران 40 ساله گذشته اشکال به مراتب بیرحمانه و خونبارتری به خود گرفته ادامه داشته و تداوم داشته. در این 100 سال سرکوب آزادی های سیاسی، سرکوب کارگران، سرکوب زنان، سرکوب جنبش های مدنی و سیاسی ابعاد هولناک و ابعاد بسیار وسیعی به خود گرفته. امروز ما در مرحله قرار داریم که می‌خواهیم و باید این نرم حکومتی در ایران به پایان برسه و این همایش اگر بخواهد در فردای تحولات سیاسی در ایران، در فردای دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در ایران نقشی ایفا بکنه، باید این نرمو به هم بزنه. راه چاره دیگه ای نیست. بنابراین ما امروز داریم یه قطب و یه آلترناتیو و یه ائتلاف و هر چقدر ما با دست به عصا
چنین مقولاتی رو بخوایم یواش یواش به خودمون بگذاریم، به هر حال بخوایم و نخواهیم ما داریم در مقابل آلترناتیو های دیگه یه آلترناتیو جدیدی میسازیم، یه آلترناتیوی میسازیم که مبانی مشخصی داره. ما به عنوان یکی از سازمان‌های شرکت در جنبش آزادیخواهی خلق کرد، یک سازمان چپ و سوسیالیستی که دارای پیشینه مشخصیه، برخلاف تصور رایج که گویا این چپ‌ها و سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها هستند که علیه جنبش ملی و حق تعیین سرنوشت موضع میگیرن. نه، در 100 سال گذشته حق تعیین سرنوشت و مبارزه برای رفع ستم ملی جزو اولویت‌های هر حزب و سازمان چپ و سوسیالیستی بوده. اگه ما به گذشته 40 سال گذشته در کردستان ایران نظری بیفکنیم، حضور کامل در این جنبش آزادیخواهی ملی رو در ایران، در کردستان چندین گام مهم به طرف دموکراتیزه کردن، به طرف مدرنیسم، به طرف شرکت فعالتر و حضور مؤثرتر زنان در این جنبش و آزادی‌های سیاسی در این جنبش سوق داده و پیش برده. این رسالتی بوده که کامل به عهده گرفته. در 40 سال گذشته هیچ جنبش مدنی، هیچ حرکت سیاسی در ایران، در کردستان ایران نیست که مهر نشان کامله رو با خود نداشته باشه. بنابراین ما می‌خواهیم که این تصورم به تمامی از بین بره که به هر حال چپ‌ها در جنبش‌های ملی نقشی ندارن یا نقشی فرعی رو ایفا میکنن. اصلا چنین تصوری درست نیست و ما هیچ وقت ایدئولوژیک نسبت به جنبش آزادیخواهی مردم رفتار نکردیم، بلکه خیلی واقع بینانه. اگه شما مثلا به نخستین رهبر کامل فؤاد مصطفی سلطانی بنگریم، بعد از آزادیش از زندان 11 ماه زندگی کرد. تو این 11 ماه به هر حال بسی تغییرات اساسی، بسی بنیانهای ویژه‌ای رو به نام خودش و به نام کامله و بعداً به نام جنبش کردستان ثبت کرد. برای چنین همایشی هم این تجربه بسیار ضروریه. جنبش‌های آزادیخواهی کردستان، من با جسارت میتونم بگم، در همه بخش‌های کردستان دارای ارزش‌های بسیار دموکراتیک، بسیار انسانی، بسیار آزادیخواهانه و بسیار مترقیانه است. ما با ناسیونالیسم کور در هیچ جای این جنبش‌ها روبرو نیستیم. اگر هم بوده خارج از نفوذ اجتماعی و سیاسی و مردمی بوده. ما با انتقامجویی روبرو نیستیم. نیروی پیشمرگ کردستان هیچگاه به خودش اجازه نداده به خارج از مرزهای کردستان گام بذاره و در اونجا عرض اندام بکنه. بنابراین جنبش آزادیخواهی کردستان به نظر من الگوی بسیار خوبیه که نشون بده که ما در فردای تحولات سیاسی در ایران چه میخوایم. در حین حال این همایشی که ما اینجا داریم برگزار میکنیم تقریباً 1 سال و 2 ماه پس از قیام دیماه سال 1396 داره برگزار میشه. تو این قیام 1 سال و 2 ماه گذشته اساسی ترین ویژگی این قیام اینه که فقیرترین، محرومترین، بیچیزترین اقشار مردم به خیابونا آمدن و حق خودشون رو میخوان. این فلاکتی که جمهوری اسلامی حاکم کرده، تضاد طبقاتی بسیار گسترده‌ای رو که حاکم کرده و فاصله فقر و ثروت هیچگاه در هزاران سال گذشته در ایران به این اندازه بیرحمانه و نابرابر نبوده، چنین جنبشی رو خلق کرده. این همایش ما باید یکی از وجوه اساسیش پرداختن به این باشه که در فردای این تحولات ما نباید به نسبت به زندگی
و با این شعارمون که برابری در ایرانه بی تفاوت باشیم، بلکه باید بتونیم این جنبش رو به تمامی نمایندگی بکنیم. بنابراین من فکر میکنم که این حمایش اقدامی جسورانه است در دورانی که انقلاب زیر سوال رفته، در دنیایی که پشیمانی از انقلاب، پشیمانی از عمل انقلابی، پشیمانی از فداکاری، پشیمانی از سرود خواندن در زیر اعدام و تیغ اعدام جمهوری اسلامی مد روز شده، این حمایش باید این نرم به تمامی به هم بریزه و سنبل و مبلغ و پیشاهنگ و مبشر چنین ایده ها و چنین فداکاری ها و چنین خطی سیاسی معینی باشه. در این حال ما در شرایط این شمایش رو داریم پیش میبریم که آلترناتیو های دیگه ای هستن که با اتکاب شایعات هجوم نظامی به ایران دارن خودشون رو مطرح میکنن. من فکر میکنم ما با عنوان یک پرنسیپ باید همیشه مخالف حمله نظامی به ایران باشیم. ما باید به اتکاب توده های مردم این حمایش و این ائتلاف و این آلترناتیو رو پیش ببریم. اگر این کار رو نکنیم، اگر به نیروی مردم متکی نباشیم، حتما در معاملات و در معادلات آینده به هر حال شاید اگر نخستین قربانیان نباشیم، به هر حال در صف قربانیان قرار خواهیم گرفت. به هر حال چیزی که من از سخنرانای قبل از خودم به راستی بسیار مورد رضایت من بود، این بود که همشون روی خط سیاسی معینی، رو گوشه های متفاوتی از این وظایف این حمایش صحبت کردن و این نشون میده که این حمایش تا کنون تونسته که به هر حال یه اتحاد و یه همفکری و نظری و سیاسی در بین خودش به وجود بیاره و این دستاورد بزرگیه. امیدوارم که ادامه داشته باشه. به هر حال من در پایان از همه دوستان و رفقایی که تدارک این حمایش رو دیدن و زحمت کشیدن و از همه شما که تشریف آوردین و اینجا نشستین و با حوصله به صحبت‌های ما گوش میدین تشکر میکنم. امیدوارم که زیاد طول نکشه که در ایران آزاد و آباد و دموکراتیک و فدرال و بدون دین و بدون جدای دین از دولت و همه اینا بتونیم به هر حال یه ایران آباد و آزاد و بسازیم. با درود. سپاس بۆ نوێنەرانی لایەن و حیزب و کەسا سیاسیەکان. با سپاس برای احزاب و سازمان‌های تشکیل دهنده همبستگی برای آزادی و برابری در ایران. نرگیل خانم، هنرمند ساز سنتی آذربایجان از ترک‌های گرجستان، معلم و استاد هنرساز در شهر تفلیس، عضو کانون زنان گرجستان و نماینده زنان ترک در این کانون متشکل از ملت‌های مختلف ساکن گرجستان برنامه هنری خودش رو اجرا می کند. بفرمایید. و بعد آقای محمد مصری یک قطعه شعر اجرا می کنه. بفرمایید.
خسته نباشید، دست شما در نکنه.
لێرەدا داوا دەکەین لە کاک محەممەد مسری بێت و شارەکەی پێشکەش بکات. میخواهم باشم همان گونه که هستم، نه کمتر و نه بیشتر، چه بخواهید چه نخواهید. میخواهم باشم و زندگی کنم آنگونه که میخواهم، چه بخواهید چه نخواهید. میخواهم باشم و زندگی کنم در خانه ام که رؤیاهایم در آن جاری است، چه بخواهید چه نخواهید. میخواهم باشید همان گونه که هستید و من تمامی رؤیاهایم را برایتان آرزو کنم. میخواهم باشیم با هم و برابر، با درخشش رنگین کمان تنوعمان، با رؤیاهای مشترک و بازوان در هم تنیده، دستان در هم قفل شده و اراده استوار و آینده ساز واحدمان، چه بخواهند چه نخواهند. سلام عشق من چطوری؟ بگو از قصه دوری، بگو از تنهایی باغ، غربت گلهای سوری، بگو از مادر پیرم، پدر افتاده بر تخت، بگو حالشان چطور است، حال خواهر دم بخت. نگو تنهایی و تنهایم و حال ما خراب است، نگو این قصه رفتن و نرفتن ها عذاب است، بگو برگرد بیا جنگ تمام است، بگو آن پرنده صلح روی بام است، بگو برگرد بیا جنگ تمام است، بگو آن پرنده صلح روی بام است. نگو از مرگ پرنده، نگو از بت‌های زنده، نگو زندگی چطور است بین گرگای درنده، بگو چیزی که نداری، بگو درد و غم نداری، بگو که گرسنه نیستی و غم شکم نداری. تو بگویی یا نگویی من که میدانم عزیزم، عشق من مواظبت باش، قول میدم که عشق نریزم. تو بگوی یا نگوی من که میدانم عزیز
عزیزم عشق مواظبت باش قول میدم که عشق نریزم نگو تنهایی و تنهایم و حالم خراب است نگو این قصه رفتن و نرفتن ها عذاب است بگو برگرد بیا جنگ تمام است بگو آن پرنده صلح روی بام است روی بام است من با سپاس فراوان از آقای مصدق عزیز، سخن گفتن بعد از این ترانه‌خوانی ایشون واقعا کار سختیه، ولی چشم از گل میدیم خدمتشون. ضمن این که از رنج و ترس و غم گفتن، ولی با پیام عشق، دوستی، صلح و کوشیدن برای رهایی فکر میکنم به هممون انرژی دادن که بتونیم برنامه‌مون رو ادامه بدیم. در این قسمت از برنامه ما چندین پیام دریافت کردیم و در ضمن دوستانی به عنوان مهمان در اینجا تشریف دارن که ما ازشون خواهش میکنیم که بیان و پیامشون رو به شما، به این همایش و به همبستگی بگن. از آقای عزیز معاملی دعوت میکنم تشریف بیارن. آقای معاملی به معرفی بنده احتیاجی ندارن و ایشون از پاریس اومدن، زحمت کشیدن که در این همایش در کنار ما باشن. بفرمایید. سلام بر حضار محترم، دوستان عزیز. من به نوبه خودم از برگزار کنندگان این کنفرانس، در واقع کنفرانس من اسمشو کنفرانس میذارم و امیدوارم مبنایی باشه برای ایجاد و انجام و برگزاری کنفرانس های بزرگتر و با شکوهتر در داخل ایران به هنگام بازگشت، به هنگام سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران و از همه کسانی که برای برگزاری این جمع، این نشست زحمت کشیدن، صمیمانه از صمیم قلب سپاسگزاری میکنم. من میدونم با چه زحمات بی‌دریغ این نشست فراهم اومده، به انجام رسیده و شاهد بودم بدون اینکه در جریان باشم و مطلع باشم، ولی با حدسیاتی که خودم داشتم، با شناختی که از رفقا و دوستان و همراهان عزیزم در پاریس داشتم که هم ایران خانم اینجا تشریف دارن، هم کاغرهوف کعبی که ما در جمعی دیگر در با هم افتخار همکاری دارم خدمتشون، میدونستم و تشخیص میدادم با چه زحمات بی‌شائبه‌ای خودشون رو، نیروشون و انرژیشون و همه تلاشاشون رو برای همبستگی، همین همبستگی که ما رو اینجا جمع آورده، دور هم، گرد هم آورده، تلاش کردن و من به سهم خودم نهایت سپاسگزارم از همه اونا، از همه کسانی که در برگزاری این نشست زحمت کشیدند. من میخواستم حقیقتش در مورد بسیاری موارد صحبت کنم، ولی نمیخوام. مطالب زیادی گفته شد که من رو تقریبا یا فارغ کردن یا راحت کردن یا بی‌نیاز کردن از اینکه این مطالبی که خودم رو آماده کرده بودم برای اینکه به عرض شما برسونم، پس هیچ نیازی نیست و چند کلمه‌ای که من نوشتم و تایپ کردم اینو خدمتون میخونم. فقط یک خواهشی دارم از این 10 جریان سیاسی، چون
امیدوارم کارشون به جایی برسه. تمنای من و توقع من و همه کسانی که در غیر است و در خارج از چارچوب این جمع هستند اینه که در تلاش‌های بیشترشون و با سعه نظر، با وسعت نظر بیشتر به دنبال همه سازمان‌های چپ واقعی، تکرار میکنم چپ واقعی، برند و در کشش اونها، در جلب اونها، در جذب اونها به داخل و به درون این جمع کوشا باشند و نقطه های مشترک رو ارائه بکنن، پیشنهاد بکنن تا امیدوار باشیم بتونیم روزی شاهد جمعی بیشتر، جمعی با صفاتر، با شکوهتر و سازنده تر باشیم که قطعاً در سازندگی ایران فردا که همه مردم ایران برای انجام آن، برای حصول آن، برای به انجام رسیدن آن دغدغه دارند شاهد باشیم. من وقتی بیشتر شما رو نمیگیرم، فقط اجازه بفرمایید چند سطری که نوشتم خدمتتون عرض بکنم. با سپاس فراوان از دعوت برگزار کنندگان مقدمتاً برای این اجلاس پیشرفت و پیروزی آرزومندم. نشست شما در شرایطی انجام می شود که رژیم جمهوری اسلامی ایران در احتضار سیاسی و نابودی اقتصادی به سر می برد و طوفان نارضایتی و اعتراضات زیر خاکستر سرکوب و خشونت در خروش است. ساختار دولت ترک برداشته است و می رود تا تومار آن برای همیشه در هم پیچیده شود. سخن این است که چه نظام سیاسی حقوقی جایگزین آن می گردد. اگر در انقلاب 57 به دلایلی مجال و مهلت نشد آلترناتیو ضروری فراهم آید، اکنون شرایط موجود از امکانات بیشتر برخوردار است. برای فراهم آوردن و به دور هم گرد آوردن نیروهای آزادیخواه و آزاداندیش، گرد هم آمدن 10 جریان سیاسی پیرامون برنامه‌ای که چندی پیش پخش کردید می تواند در مقام پاسخگویی به این مهم باشد و به نیازمندی‌های واقعی جامعه، یعنی آزادی‌های دموکراتیک، لایسیته، برابری حقوق زنان با مردان، عدالت اجتماعی و مسئله ملی جامعه عمل بپوشاند. به انجام رسانیدن چنین ضروریاتی با روح و محتوای جنبش برابری خواهی در ایران و نیز با مفاد میثاق‌های حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی در حقوق بین الملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر سازگار است. برای همه شما و برای همه خلقای ایران پیروزی مسئلت دارم. از آقای فرشاد دوستیپور از جریان سوم خواهش میکنم تشریف بیارن و پیامی رو که برای این برنامه تهیه کردن به اطلاع شما برسونم. بفرمایید. من از طرف دوستانم از جریان سوم که بسیاری از شما قطعا اسمشو شنیدید، هم به من این وظیفه محول شده بود و همین که مفتخر شدم که امروز در حضور شما باشم و اینجا هم معرفی از جریان خودمون بکنم خیلی دقیق‌تر، شفافتر، چون پروپاگاندای بسیار گسترده‌ای علیه ما صورت گرفته بود از طرف جریان‌های مختلف و خب بخشش هم جریان‌های مرکزگرا. اینجا کاک محمد مصری رو من بعد سالها دیدم، یه شعری خوندن. فکر کنم چیزی که من میخواستم باش شروع کنم دقیقاً شما به تفصیل گفته بودید. میدونید که تو آلمانی میگن لبن اون لبن لاسن، زندگی کن و اجازه بده که زندگی کنن، یعنی آزاد هر جوری که میخوای زندگی کن و بگذار که زندگی کنن. اون چیزی که من تصور میکنم بعد از در واقع
جنگ سرد اتفاق افتاد و اون چیزی که بحرانی که جنبش چپ باش مواجه شد، یه شیفت پارادایمیک در واقع حتی به تعبیر بعضی در جهان اتفاق افتاد و خب الان بازگشت هایی صورت میگیره. اون وضعیتی که ما در حال حاضر در ایران باش مواجهیم، نداشتن ابزاری برای مواجهه ایدئولوژیک با یک رژیم ایدئولوژیک رو، ما این شرایط رو نداریم. در واقع باید جستجو کنیم و راههای جدیدی رو طلب کنیم. این اون خلایی بود که سالها بود من ذهن خودم درگیرش بود به شخصه، که چگونه میتوانیم با نسل جدید گفتگویی داشته باشیم. بله، تلاش های دوستان از تمام این جریانات رو ما در واقع ما رو اصلا نسل من رو ساخته. نسل من در واقع میتونه تداوم نسل شماست، ولی تلاشی که معطوف باشه به این که از این تعبیر استفاده میکنم، یک پتانسیلی وجود داره از یک اپوزیسیون بالقوه که باید زبانش رو دریافت کرد و بسیجش کرد. این اون تلاشی که ما در جریان سوم یعنی در واقع به شیوه های جدید پرداختیم. به این اعتبار در واقع ما یک حزب سیاسی نیستیم، ما یک جریانیم که اتفاق افراد پراکنده ای هستند. از من فعال کرد ایلامی کرمانشاهی، کرد کلها که حالا نمیدونم کدوم استان میاد، تا دوستانی که حتی گرایشات چپ دارن، تا دوستانی که تا حدودی لیبرال هستند. ولی بر سر چند موضوع ما اتفاق نظر داشتیم و این دلیل اینه که امروز در اینجا حضور داریم و به تعبیر یکی از دوستان این جدیترین تفاهم نامه کتاب امروز نوشته شده و برای ما یادآور اون بیانیه قانون اساسی آمریکاست، اون بیانیه‌ای که آمریکایی ها با شجاعت و جسارت پیش رفتن. یه نکات اشتراکی داره، اینکه شجاعانه دیگه ما موضوعمون رو انتخاب کردیم. ما جمهوری خواه هستیم، ما سر مسئله ایران فدرال با کسی بحثی نداریم، این خواسته ماست. اون چیزی که ما در جریان سوم از طرف دوستان دیگه صحبت نمی کنم با مرکزگرایان سرش گفتگو خواهیم کرد، مسئله فدرالیسم نخواهد بود. فدرالیسم حق طبیعیه برای ما، فدرالیسم حق طبیعیه، چون از دل حقوق بشر کاملا شما میتونید استدلال کنید و اینو در بیارید. خودمختاری یک حق طبیعی است که در چارچوب یک کشور شما میتونید اگر اصول اولیه حقوق بشر رو بپذیرید، به طور طبیعی حقوق یک فرد رو، اصل حق تعیین سرنوشت فردی رو تعمیم بدید به جمع که به لحاظ ریاضیاتی و کسانی که با حداقل نظریه مجموعه ها آشنایی داشته باشد میدونن اگر این عضو این ویژگی رو داشته باشه و بقیه اعضا هم این ویژگی رو داشته باشن، همه با هم که طبیعتا منطقی میتونن این ویژگی رو داشته باشن. خب ما سر این اساسا توی جریان سوم بحثی نداریم. اون چیزی که نگرانی ماست در جریان سوم در واقع امکان جنگ داخلیه. به این اعتبار هم موضوعمون رو خیلی صریح و شفاف گفتیم و اون چیزی که برای من هیجان برانگیز بود، الانم راجبش حرف میزنم واقعا من رو به هیجان در میاره، این که جمعی از دوستان خود مرکز استارت این رو زدن، کسانی استارت این جریان رو زدن که اهل تهرانن، اهل اصفهانن، حالا از دوستان گیله که ما هستن ولی توی جریان‌های سراسری بودن. این افراد این ضرورت رو درک کردن که در آینده ایران امکان ناپذیره و الا جنگی در راهه، چون ما مقاومت خواهیم کرد. اگر زمانی جنبش کردی 70 سال پیش، 70 اندی سال پیش و پیشوری فقید در آذربایجان محدود بودن به یک مناطقی، منی که شاید تازه تر از خیلی از دوستان از ایران خارج شده باشم، 9 ساله و از نسل اخیر، البته متاسفانه آخرین نسل جنبش دانشجویی هستم، در این قضیه واقفم که گسترش گفتمانی داشته. حوزه گفتمان کردی علیرغم تمام انتقاداتی که بهش دارم، من خودم در ایلام یکی از محصولاتشم و 10 نفر مثل من. مسئله اینجاست، جایی که 150 کیلومتر سابقا با فاصله از اونجا مبارزه نظامی صورت گرفته، اونجا دوستانی که اینجا هستن، دوستان سازمان کومله میدونن 7 تا بازداشتی فقط توی شهر من داشتن
که بعضی از پرونده ها حکم اعدام داده نشد به خاطر اینکه فقط موضوع کرد بودن ایلام مطرح نشه. دوستان دموکرات و بقیه احزاب هم میدونن که چقدر بازداشتی داشتن در سالهای اخیر در کرمانشاه. همین تابستون هم خب در لرستان شاهد بودیم. این گفتمان رشد کرده به طور طبیعی، چون خیلی ساده. شما مرکزگرایی دارید که یه جور استعماره. ببینید خوزستان که البته من میگم عربستان ایران، اسمش رو 1304 آوردن، این اصطلاح رو گسترش دادن در چیز و هممون میدونیم که اونجا محمره و ناصریه بوده. شده یک منبع نفت، آب، کوههای زاگرس که اینو بردن در مرکز ایران سرمایه گذاری کردن و خیلی هم بد سرمایه گذاری کردن. حالا پدر اصفهان داره در میاد. تهران آب نداره، 24 میلیمتر در سال دشت ورامین داره نشست میکنه، یعنی 10 سال دیگه نابود خواهد شد. اینها بسیار جدی است. تهدید در حدیه که بقای جمهوری اسلامی طبق گفته خودشون 30 میلیون مهاجر از مرکز ایران خواهد داشت. اینجا به کجا خواهند رفت دوستان؟ اینها به سمت کردستان و زاگرس خواهد اومد، از کرمانشاه تا آذربایجان تا شمال ایران. همین حالا درگیری ها شروع شده توی گیلک. سر اینترنت چک کنید، به زیوی گیلان شروع شده. جنبش داره، جنبش اقلیت ها به گیلان انتشار پیدا میکنه. چرا؟ چون فجایعی که به بار بیاره وحشتناکه. 20 میلیون انسان از دست میدن خاکشون رو. چه وضعیتی پیش خواهد اومد؟ تقابل نظامی بدون شک. واقعیتش اینه که تبسم من از اینه که نمیشه اینجا گریه کرد. جمهوری اسلامی 10 سال 15 سال دیگه تداوم پیدا کنه، ما سومالی خواهیم بود. این چیزیه که خودشون میگن. این تنها امیدواری من اینه که با هر هزینه‌ای 10,000 کشته این فاز رو فقط رد کنیم، جمهوری اسلامی از بین بره. چیزی که کرد تا به حال نگفته توی آذربایجان کمتر گفته شده، اینا دارن شعارشو میدن. این که تجزیه طلبی یه توهینه، ما جدایی طلب داریم، جدایی طلب یه بشره. ما اگر به حقوق بشر معتقد باشیم باید صندوق رأی بذاریم، علیهش تبلیغات میکنیم چون معتقدیم به فدرالیسم، ولی دموکراتیک و از حقوق اینا دفاع میکنیم. شمایی که توی کانادا نشستی و داری برمیگردی دائم میگی که نمیدونم اونجا تانک و توپ میکشیم، خب جملات تو به فرانسوی ترجمه کن. تو یک کبک اگه جرأت داری، شجاعتشو داری، بگو من اینجوری فکر میکنم. خیلی رک و صمیمانه به دوستانم گفتم نتیجه این جنگ خواهد بود. جنگ هم تبعاتش وحشتناک. نه نسل من اون صبوری حزب دموکرات رو داره و نه اون صبر و پیشه دوستان رو در آذربایجان و در عربستان که اون کشتارها در اونجا صورت گرفت. نه اینکه این فاجعه ای که در راه اینقدر خواهد بود که مرکزگرایان فکر کنن بدون داشتن نیروی هوایی، بدون داشتن منابع آبی که ما میتونیم تهدیدش کنیم، بتونن ما رو سرکوب کنن. ولی جنگ خونینی خواهد بود اگر نپذیرن. اگر امروز با ما ننشینند و بگن که رقابت دموکراتیک ما بر چه موازینی خواهد بود، کسانی که دائم شعار میدن یه عده تجزیه طلب فلان جا جنگ شدن، اینا در بوق جنگ میده. من نوعی اگه زورم نرسه، وقتی موشک میاد توی سنندج میخوره اونجا از بالا، وقتی توپباران میکنن عین بشار الاسد، برید این جزئیات توپباران مهاباد رو بخونید. دیشب برای یکی از دوستان میگفتم، گریهش گرفت. دوستی که میگه من در شمال ایران در عمرم اینو نشنیدم. 10 روز مهاباد رو به توپ بستن، 500 نفر کشته داده. بشار اسد این کار کرد. نه به این وقاحت. مگه ما خواستمون چی بود؟ اسقاط رئیس بود؟ اسقاط خمینی بود؟ خواسته فقط این بود که ما یه خودمختاری میخوایم. ارتش فرستادن اونجا، مصاحبه آقای بنی صدر رو ببینید. گفتم ناپالم نزنید. خب تیتیش بازی و سوسول بازی که نیست، ناپالمه. این ناپالم ممنوعیت بین المللی داره. ایشون اون آقا رو بیرون نکرده، اون آقا رو نداده محاکمه بکنن و هنوزم گستاخانه داره راجمون گذشته میگه یه عده‌ای در کردستان بودن که یه ارتباطاتی داشتن. هیچ تعارفی نسل من با اینا نداره. اینجا آسوی حسنزاده عزیز اشاره کردن، گفتن ما به یه شجاعتی دست پیدا کنیم که همون چیزایی رو که به زبان کردی میگیم به فارسی هم برگردیم اونو بگیم.
آیا ما به اون سطح رسیدیم؟ بله. اگر اون چیزهایی که پان ایرانیست ها در چند ماه گذشته گفتن اینها بیان سر کار، پس من پیشنهادم به نیروهای سیاسی رک و شفاف اینه: ما میتونیم یک کشور رو با هم بسازیم. ضرورت در خاورمیانه، حالا میگیم خوشبختانه، میگید متاسفانه، راستش دیگه تجربه من در اروپا یه چیز متفاوتی بود. فهمیدم که هیچ خاکی مقدس نیست، ولی من بشر مقدسم. سر همینم خب تجربه اروپایی ها رو داریم. ببخشید من فقط این نکته رو بگم، ما تجربه اروپایی ها رو داریم. همینجا میلیون ها کشته. من تاریخ این جنگ رو از کودکی خوندم. سوم ابتدایی بودم اولین کتاب رو راجع به هیتلر خوندم. الانم 8 سال است در اینجا زندگی میکنم. داستان جنگ‌های اینا رو جنرال گودریان چیکار کرد و مانشتاین چیکار کرد با جزئیات بلدم و میدونم که نازی ها چیکار کردن. یک دانشی تولید شده دوستان، این دانش فاشیستی که در دانشگاه ها اتفاقا تولید شده، این دانش باید به چالش کشیده بشه. این خانش از مفهوم ایرانی بودن، از تاریخ، از عرب ستیزی، از اینکه ما هر وقت راجع به مثلا گذشته تاریخ ایران حرف میزنیم انگار نه انگار عظمت تاریخ بغداد بوده و عظمت دوران عباسیان و این توهین کردن و نژاد پرستی، این در دانشگاه ها تولید شده، در دانشگاه غربی. اینو نخبه تولید میکنه. مردم عادی کشاورز اصفهانی که مثل فامیلای من یه بخششون کشاورزن، اونا مقصر نیستن. اتفاقا نخبگانی هستن که در غرب با کراوات میشینن همین حالا و پشت سر اون حرفا رو میزنن. اینها مقصر اون جنگ هستن. باید با اینا رک و شفاف حرف زد، رک و پوسکنده، و به اینها گفت ایران داره از بین میره با بقای جمهوری اسلامی. منابع آبیش داره از بین میره، زمین فوتبال داره از بین میره. وقتی زمین فوتبالی نداشته باشی نمیتونی مسابقه برگزار کنی. ورزشگاه خوشگل بساز، زمین رو نداری، کجا میخوای بازی کنی؟ اون زمین داره از بین میره. 10 تا 15 سال فرصت داره که سومالی نشه. امیدواریم از بین بره، با هم دیگر تلاش کنیم، یک آلترناتیوی رو بسازیم و قرار هم نیست با هم متحد بشیم. مگه در آلمان چپ و راست با هم متحدن؟ این ایده احمقانه که اصلاح طلبان و یک سری تلویزیون ها در و لابیشون در خارج ایران در ذهن مردم کاشته به اسم اتحاد سراسری، فعلا این مشکلات رو بذاریم اون زیر، بعد توی رفراندوم تکلیفش رو روشن میکنیم، اینا شوخیه. ما فقط باید روی این تاکید بکنیم که شیوه های رقابت ما در آینده ایران چگونه خواهد بود و از همین حالا دست از توهین ورداریم. یکی مثل آقای پهلوی دقیق و شفاف و روشن باید حرف بزنه و کسان دیگرشون که در دانشگاه برلین هانا آرنت تدریس میکنن، وقتی توی BBC با فردی راجع به زبان مادری میشینن و مناظره میکنن، انگیزه خانی و نیت خانی میکنن. خودشون میدونن توی علوم انسانی این چقدر زشته. این کار رو به زبان آلمانی انجام نمیده این استاد دانشگاه. دوستان من سالهاست در این کشورم، البته چند ساله، ولی در دانشگاه هم میدونم که چقدر شرم‌آور این کار. رک و پوسکنده با اینها باید حرف زد و اگر هم توافقی قراره باشه، توافق بر سر اینه که ما چارچوبه رقابتمون رو در آینده ایران روشن بکنیم، اینها بپذیرند. من جمهوری خواهم، مخالف سلطنتم، مخالف بازگشتشم، چون سلطنت دیگه، اونم در ایران. آقای دکتر صدرالاشرافی راجبش صحبت کردن. ببخشید منم از نسل آسو هستم، بعد از انقلاب چیز شدیم. من فقط کوتاه تمومش کنم. اونم اینه که توافق ما بر این اساس خواهد بود که آینده مشترکی رو با هم شکل بدیم بر اساس اصولی که فقط از دل حقوق بشر در میاد. اگر صادقید بیاید سر اصول حقوق بشر، جزئیات رو امثال ایشون خیلی ها هستن تحصیل کرده های متفاوت که حقوق بشر چیه، بیایم سر اونها به توافق برسیم. زنده باد دوستان. چندین پیام به همایش همکارای احزاب و سازمان‌ها سیاسی رسیده که وقت زیاد نداریم، فقط اسما را می‌خوانیم. یکی از پیام از شورای مرکزی حزب آزادی و رفاه ایرانیان رسیده. کردوسایت چا کمیته شرق کردستان. سپاس واسه پیام‌هاتون، به امید همبستگی زیادتر. یک پیام دیگه هم از طرف شورای همبستگی ترکمن ایران به دست ما رسیده
که ایشون کسی یعنی این دوستان مسئول کمیسیون روابط کریم بکجانی امضا کردن و ضمن تشکر از دعوتی که شده بود از این شورا که در این همایش حضور داشته باشن پوزش خواستن که نمیتونن امروز در کنار ما باشن، ولی پیام دادن، تشکر کردن و آرزو کردن که در آینده نزدیک بتونن در این جمع حضور داشته باشن. با پوزش ما نمیتونیم تمام پیام ها رو بخونیم. ادامه برنامه رو خانم سرگل به خدمتتون ارائه میده. از آقای علا صلاحیان میخوایم که بیاد روی صحنه و برنامه هنری خودش رو اجرا کنه. علا صلاحیان سال 1953 در شهر سنندج چشم جهان گشود. آموزش ابتدایی و متوسطه را در همین شهر به پایان رساند. در مدرسه شکیبا، جایی که در آن درس می‌خواند، با صدای کودکانه‌اش به ترانه‌خوانی پرداخت. در دوره متوسطه چندین بار از سوی مسئولین آموزش و پرورش شهر سنندج و جهت اجرای برنامه هنری به رامسر اعزام گردید. در سن 18 سالگی به عنوان خواننده در رادیو سنندج آغاز به کار نمود. در همین ایام موفق به ضبط و اجرای 15 ترانه شد. به دلیل شرایط سیاسی برای مدتی از فعالیت هنری کنار گرفت و سرانجام مجبور به ترک کشور و راهی اروپا شد و در حال حاضر در کشور آلمان به سر میبرد. در اروپا دوباره به کار هنری رو آورد و در برخی کشورهای اروپایی، آمریکا و چندین بار در اقلیم کردستان شهر سلیمانیه برنامه هنری اجرا کرده. حالا میخوایم که بیاد اینجا برنامه هنری خودش رو اجرا کنه. بفرمایید. سرفرازم بە بەشداریم لەم کۆرەوە بە هیوای سەرکەوتن تواو هێزە سیاسیەکان بە تایبەت کۆمەڵەکان و دیموکراتەکان.
دستی من بگر فدای پیری مغانتم به جامی دستی من بگر فدای پیری مغانتم
گلک سپاس. حوسا شوان بوم تا قدری از آوانیم کار کم دیم دال بشردی شوانیم کار کم دیم دال بشردی شوانیم شوانی 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 رنجم رو شوانی 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 رنجم رو بسکی من دال بوم قول دابم
در این قسمت برنامه باز هم نارگیل خانم ساز میزند و ترانه میخواند و بعد خانم سیمین صبری شعر میخواند. بفرمایید سرسه.
که از دوران منم اون نسل انقلاب رو دیدم، با شهرک آشنا هستم، شاعر شهرک. یک شعری از شهرک میخونم، حتما دوستان فدایی بیشتر میشناسنشون که ایشون با این شعرشون میتونستن یک همایش، شاید اقرار نکنم چند هزار نفری رو تو دانشگاه تبریز به اصطلاح از جا بلند کنن. برای همین امروز خیلی یاد اون روزا شد و من تصمیم گرفتم شعری از شهرک براتون بخونم و خانم نارگله مشایعت میکنن و در آخر آخرین آوازشون رو ایشون میخونن، میستر گلنجه. Ay aşıq, yaslı sazın taxtadan endir, köynəyin çıxarıb şoq ilə bas bağrına dindir. Bizə bir tazə nağıl, bir tazə söz söylə bu sazda, aşığa aşıq olan ellərini bircə sevindir. Şaqqala köhnə nağıllarda olan əjdahanı, bir için verməyə su, minnəl ilə can alanı. Nə zaman dev canını saxlayacaqdır şüşədə, nərə təp, camini sındır, canın al, yenidən bir hava çal. Daş havası, qış havası, iki qardaş havası, andlı yoldaş havası. Elə vur zəxməni, simdən qovur atsın, alav olsun, aləmə şölə yayılsın, ləhi qalxsın, su bulansın, o dildə köy, qoy səs ucalsın, harda kar varsa eşitsin, harda lal varsa danışsın, yenidən bir hava çal. Ya da xatirlərə dirdit, ya da xatirlərdə dirit, unudulmuş ayaq altında əzilmiş tarixini. Bir də tarixdəki dastanlara can ver, canı var, bircə təkan ver. Bizə çal arzu günündən, bir o gündən, Çənlibeldə alaçıqda qorula, tufan ola. Çaybulaq toğyan edib, çımxırılar qaynaşalar, ölkədən yad bağına axdığı arxlar qan ola. Oba oymaq tikilə, kişnəyə atlar, oyana göydə qılıncılar, sıldırım daşqaya, at çapbabağı bir cövlan ola. Güclü qorxmaz dəlilər yığnağı bir meydan ola. Bəlli Əhməd də dəmirçi oğlular, eyvazlar, həm də nigarlar, Qaç Koroğlu ilə çadırda yığışan devran ola. Tülkü çaqqallar yerinə qafil olan aslan ola. Onda zülmət günəşi nur saçacaq, mərd namərd seçilib, onda sınaqdan çıxacaq, onda qorxaq qaçacaq.
Oy kadın almey. Allah'ım yarım yasın. Sağ ol. در این قسمت من متن بیانیه پایانی همبستگی رو برای شما میخونم. بعداً از رفیق عزیزمون آقای اصغر اسلامی خواهش میکنم که تشریف بیارن، یک توضیحاتی خدمت شما بدن و به اصطلاح برنامه رو با هم به پایان ببریم. 40 سال از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی در ایران می‌گذرد که در این مدت حاصلی جز جنایت، سرکوب، کشتار و اعدام، غارتگری و تشدید فقر روزافزون برای مردم ما نداشته است. در چنین شرایطی شاهد اعتراضات توده‌های مردم برای رفع تبعیض، آزادی و عدالت اجتماعی در اشکال مبارزات برابری طلبانه ملیت‌های مختلف ایران، جنبش‌های اجتماعی و اعتراضات مدنی کارگران، زنان، دانشجویان، کشاورزان، فرهنگیان، محافظین محیط زیست، بیکاران و تهیدستان می باشیم. تعمیق بحران‌های چنگانه در تار و پوت جامعه از یک سو و تشدید تنش و تخاصم در مناسبات منطقه‌ای و بین المللی و تحریم‌های ناشی از آن از سوی دیگر، جمهوری اسلامی در ایران را ناتوانتر از همیشه و در سراشیب فروپاشی قرار داده است. در چنین وضعیتی ادامه حاکمیت این رژیم جز زیان و مصائب بیشتری برای مردم ندارد. از این رو همراهی و اشتراک مساعی همه نیروهای جمهوری‌خواه دموکرات برای پشتیبانی از مبارزات مردم در جهت مقابله با جمهوری اسلامی در ایران بیش از هر زمان دیگری ضروری است. با درک این واقعیت ما احزاب و سازمان‌های امضا کننده تفاهمنامه 25 آبان 1397 16 نوامبر 2018 همکاری رسمی خود را با نام همبستگی برای آزادی و برابری در ایران آغاز کردیم. بنا به تفاهمنامه مورد توافق ما مشترکاً برای سرنگونی جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با یک نظام برخاسته از آرای مردم بر مبنای جمهوریت، دموکراسی، جدایی دین و دولت و فدرالیسمی که تأمین کننده حقوق برابر ملی دموکراتیک ملیت‌ها و اقوام ساکن ایران باشد مبارزه می‌کنیم. ما از مبارزات آزادی خواهانه و حق طلبانه مردمان ایران و جنبش‌های مدنی و اجتماعی جاری قاطعانه حمایت می‌کنیم. ما مصمم هستیم با تأکید بر منافع و حقوق مردم کشورمان و پایان بخشیدن به ستمها و تبعیضات موجود و تأمین برابر حقوقی ایران فدرال، آزاد،
آباد، دموکراتیک، یک پارچه و متحد آینده را با هم بسازیم. ما خواهان صلح و مخالف سیاست‌های مداخله جویانه و جنگ افروزانه جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان هستیم. ایران آینده ضمن احترام متقابل و رعایت حسن همجواری به حق حاکمیت کشورها احترام می‌گذارد. ما اعلام می‌داریم که جمهوری اسلامی باید به مداخلات خود در امور کشورهای همسایه و ماجراجویی‌هایش در سطح منطقه پایان داده و بی قید و شرط نیروهایش را از تمامی کشورهای منطقه خارج نماید. همبستگی برای آزادی و برابری در ایران از حمایت افکار عمومی جهان، نیروهای مترقی و نهادهای بین المللی از مبارزات مردم ایران برای استقرار دموکراسی در ایران استقبال می کند و مخالف دخالت دولت‌های خارجی در امور داخلی ایران می باشد. ما تشکیل همبستگی برای آزادی و برابری در ایران را گامی مفید و ضروری در جهت اتحاد گسترده نیروها و جریانات جمهوری‌خواه دموکرات ایران می‌دانیم و به همین دلیل نیز دست همکاریمان را به سوی همه نهادها، سازمانها، احزاب، شخصیت‌ها و فعالان سیاسی و اجتماعی دموکرات، آزادیخواه و مدافع حقوق بشر دراز کرده و آمادگی خود را برای همکاری در چارچوب فوق اعلام می‌کنیم. 4 اسفند 1397 23 فوریه 2019 همبستگی برای آزادی و برابری در ایران. از دوستمون در هر حال خیلی ممنون از حضور همه دوستان در این همایش مشترک که ما در شهر هانوفر برگزار کردیم. طبیعتاً اولین همایش طبق معمول نقاط ضعف بسیاری داشت. حتماً در همایش‌های گسترده‌ای که در آینده در شهرهای دیگه توسط دوستان و رفقایمون برگزار میشه سعی میکنیم که کمبودا و نقاط ضعفمون رو برطرف بکنیم. همایش جمهوری خواهان، همایش نیروهای ضد جنگ، ضد سرکوب، ضد اعدام، ضد بمباران است و لطفاً دوستانی که اظهار همبستگی با این همایش، با این جریانات می کنند، با دست دوستی، صلح، صفا، صمیمیت سعی بکنند در ساختمان ایران آینده مشترکاً با همدیگه همکاری بکنیم. ایران دموکراتیک به دموکراسی، به انسانهای آزاده احتیاج داره. انسانهای آزاده انسانهایی هستند ضد جنگ، ضد سرکوب، خواهان دموکراسی، برابری، عدالت که این خودشو میتونه توی جمهوری، دموکراسی، جدایی دولت و دین و فدرالیسم بیان بکنید. از این نظر در هر حال اگه نقاط ضعفی اینجا دیدید به بزرگواری خودتون میبخشید. میدونید که ما انسانهایی هستیم جایز الخطا. بعضن توی صحبتهایی که میکنیم بعضی موقع اینقدر شیفته میشیم که سعی میکنیم خلاصه یه مقداری مسائلی مطرح بکنیم که باعث ناراحتی تعدادی از دوستانمون میشن. تو رابطه با کارهای تدارکاتی در هر حال
ما کوشش کردیم این همایش رو به کمک دهجریان با همدیگه برگزار بکنیم. مخارج همایش توسط دهجریان به صورت مساوی تقسیم شد که این دهجریان در این مخارج با همدیگه سهیم هستند و ما سعی میکنیم برای سازماندهی همایش‌های آینده خودمون هم مشترکاً به کمک همدیگه با مخارج مشترک عجیب رفقا، دوستان، همکاران دهجریان مخارج خودمون رو تأمین بکنیم. بنابراین به پشتیبانی شماها میتونیم همایش‌های بهتری هم برگزار بکنیم. براتون سفر خوبی آرزو دارم. امیدوارم که این مراسم بهتون خوش گذشته باشد، قدم جدیدی باشه در همکاری‌های مشترک جمهوری خواهان. دوستان سلام عرض کنم. یک بلوچی شعری. ما چوک بلوچانی، ما چوک بلوچانی، چوک بلوچانی، ما چوک بلوچانی، چوک بلوچانی، ما چوک بلوچانی، چوک بلوچانی، ما چوک بلوچانی. میں ترسا زمین لرزی میں بیما کلا جاکسا، میں ترسا زمین لرزی میں بیما کلا جاکسا. ما کوہ مزار چکے ما گلڑ شیرانی، گلڑ شیرانی. چک بلوچانی، ما چک بلوچانی، چک بلوچانی، ما چک بلوچانی. چک بلوچانی، ما چک بلوچانی، چک بلوچانی، ما چک بلوچانی. ما کو پگ پیسانی، ما جامگ ماسانی، ما کو پگ پیسانی، ما جامگ ماسانی. ما پنجگ براتانی، ما لج گہارانی، ما لج گہارانی. چک بلوچانی، ما چک بلوچانی، چک بلوچانی، ما چک بلوچانی. چک بلوچانی، ما چک بلوچانی، چک بلوچانی، ما چک بلوچانی. ما نام دیو داد بخشی، ما سر دیو نام کشی. ما نام دیو داد بخشی، ما سر دیو نام